بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت الرحمت و النبوة و معدن العلم و موضع الرساله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. با عرض سلام خدمت همه دوستان، رفقا و بزرگوارانی که این ویدیو رو تماشا می کنند و تبریک ویژه بابت ایام نیمه ماه مبارک شعبان و روز میلاد امام زمان حضرت حجت صاحب الامر علیه السلام. تصمیم گرفتم در این روز عزیز یک سری از مطالب و مباحثی که بعد از مطالعه چند کتاب جمع‌آوری کرده بودم رو با هم دیگه در میون بگذاریم و در انتها امیدوارم انشالله به نتیجه خوبی هم برسیم. لذا وارد اصل صحبت میشم، همونطور که میبینید با موضوع دوران غیبت، دوران حیرت، دوران سرگردانی. در همین ابتدای صحبت لازم هستش که چند نکته مقدماتی رو با هم دیگه در میون بگذاریم. اول اینکه مخاطبین این گفتگو تمام افراد هستند، یعنی هر کسی با هر اعتقادی که داره، حتی افرادی که شاید اعتقاد به منجی ندارند، میتونن این صحبت‌ها رو گوش کنن. در مرحله بعد تمام دوستانی که اعتقاد به ادیان الهی دارند و منتظر بازگشت منجی به زمین و برقراری عدل و داد هستند و مخاطبین ویژه عزیزان مسلمان هستند که با اعتقاد به امام در غیبت منتظر روز ظهور ایشون به اذن خدا و برقراری عدل و داد و حکومت الهی بر روی زمین هستند. در ادامه عذرخواهی میکنم اگر این گفتگو مقداری طولانی بشه، چون دوست دارم تمام مطالب رو در یک جلسه بیان کنم. اگر جلسه طولانی شد و از صبر و حوصلتون خارج شد، میتونید در چند جلسه دنبال کنید. لذا صحبت رو شروع میکنم با نکته مقدماتی بعدی. باید بدونیم که امام زمان یک موجودیت جهانی دارند، یعنی این وجود مقدس متعلق به کل مردم و کل بشریت هستند. نه تنها بشریت، ایشون متعلق به کل مخلوقات هستند. نکته مقدماتی بعدی که باید در نظر داشته باشیم در این موضوع، در این بحث امروز، این هستش که ما چقدر روی دینمون و روی اعتقاداتمون تحقیق کردیم، چقدر با تحقیق به این اعتقاداتی که داریم رسیدیم، یا چقدر قبول میکنیم اگر بشنویم کسی که خیلی قبولش داشتیم تو امور اعتقادی اشتباه کرده. به نوعی چقدر تعصب داریم، تعصب منفی. همچنین خوبه بدونیم که در به چالش کشیدن اعتقاداتمون ما چجوری رفتار میکنیم. آدمی که معتقد باشه، آدمی که ایمانش و یقینش مستند باشه، در به چالش کشیدن اعتقاداتش ناراحت نمیشه. اتفاقا امروز میخوام یک عقیده ای رو به چالش بکشم، برای همین این سوالها رو مطرح کردم. لذا همین اول با این موضوع شروع کنم که خوبه یک به اصطلاح لفظی یک سنگی رو با هم دیگه وابکنیم، برای اینکه در ادامه خدایی نکرده شبهه یا سوالی در ذهن پیش نیاد که اصل بحث رو بخواد تحت شعاع قرار بده. بله درسته، شک و ریب در آیات و احادیث اسلامی مضمون واقع شده، ولی سوال اینجاست که چه شک و ریبی؟ یعنی اگر من دارم الان سوالی مطرح میکنم، قصدم ایجاد شک و ریب نیستش. خودم اذعان دارم به این موضوع که شک و ریب در آیات و احادیث مضمون واقع شده، ولی چه شک و ریبی؟ آن شک و ریبی که بعد از یقینی که حاصل شده شما مطرح کنید، اون طبق آیات و احادیث مضمون هستش. ولی اتفاقا در گفتگوی امروز من میخوام به این نتیجه برسم که در یک موضوع عقیدتی خاصی ما اصلا به یقین نرسیدیم هنوز. از این رو میخوام یک واقعیت‌های موجودی رو با هم دیگه مطرح کنیم. نکته خیلی مهم بعدی، طلب علم فریضه است. یعنی چی؟ یعنی واجبه. ولی متاسفانه این جمله برای ما مثل شعار شده، مثل یک
کلیشه شده. بله طلب علم خیلی خوبه، باید بریم یاد بگیریم و قطعا ما اینجا داریم در مورد علم دین صحبت میکنیم، در مورد امور عقیدتی میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. پس این نکته رو تا آخر صحبت از من بارها و بارها خواهید شنید. طلب علم فریضه است، طلب علم واجبه. وقتی طلب علم واجبه، پس دیگه بهونه‌ای قابل قبول نیستش که ما نمیتونیم بریم دنبال علم آموزی، ما نمیتونیم بریم علم یاد بگیریم. بیایم با یک حکم ثانویه و مثال هایی که الان خدمتتون میگم این فریضه واجب رو از سرمون باز کنیم. مثلا بگیم وقت نداریم، من باید به کارهای دیگه‌ام برسم، من باید به خانواده‌ام برسم، من مهندس عمرانم، چه کار دارم برم دین یاد بگیرم. بیایم دین رو تخصصی کنیم، اگرچه من اعتقاد دارم که دین تخصصی هست، امور دینی بررسی این مسائل قطعا تخصصی هست، قطعا باید افرادی متخصص باشن. ولی این که کسی بیاد بگه من که وقتش رو ندارم اصلا نمیرم دنبالش که یاد بگیرم، این قابل قبول نیست این بهونه. یا مثلا ما بیایم بگیم خب من که اصلا عربی بلد نیستم پس نمیخواد برم دین هم یاد بگیرم. لذا این طلب علم که فریضه هست، واجب هست، این فریضه یک سری ملزوماتی هم داره. برای طلب این علم باید ملزوماتش رو هم یاد بگیریم. مثال بزنم، مثلا نماز در اسلام فریضه است. وقتی شما میخواید نماز بخونید باید ملزوماتش رو هم بدانید. از ملزومات نماز چیه؟ بتونیم جهت قبله رو پیدا کنیم، بدونیم چجوری باید وضو بگیریم و خود نماز رو قشنگ یاد بگیریم، حمد و سورمون رو درست بخونیم. اینها میشه ملزومات نماز. لذا برای انجام فریضه واجب نماز ما باید ملزوماتش رو هم یاد بگیریم. پس اگر طلب علم دین فریضه است، واجب است، پس ما باید ملزوماتش رو هم در حد خودمون یاد بگیریم. این دین سادگی و آسانیه. در تاریخ وقتی مطالعه میکنیم، زمانی که دین اسلام توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله به مردم معرفی شد، فوج فوج می آمدن به دین اسلام. علماء ادیان دیگه مثلا در تاریخ هستش که علماء مسیحیان یا خود مسیحیان می آمدن می گفتن اون چیزهایی که بزرگان ما و دین ما به عنوان به دست و گردن ما انداخته بود رو این دین شما رفع کرده، سختی ها رو رفع کرده. لذا این شد که آیه قرآن اومد که فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج آمدند. این رو میگفتم که این دین سادگیه. همین واجبات، همین فرائض و ملزوماتش از گردن افراد ناتوان برداشته شده. اگر شما در سفر هستید، مریض هستید، عسر و حرجی دارید، اینها برداشته شده. دارم داخل پرانتز این رو هم میگم. پس برگردیم به اصل صحبت که طلب علم فریضه است. وقتی طلب علم فریضه است، لذا دانستن و یاد گرفتن ملزوماتش هم فریضه بر ما لازم و واجب هستش. الحمدلله افرادی که الان دارن این ویدیو رو میبینن دسترسی به اینترنت دارند، آموزش دیدن، اهل علم و دانش هستند، همگی ماشاءالله سواد دارید. حداقل میتونم بگم افرادی که دارید این ویدیو رو میبینید لیسانس دارید، 140 واحد درسی پاس کردید، طبق اون چیزی که در مهندسی در دانشگاه ایران برقرار هستش. فوق لیسانس دارید، حداقل 30 واحد فوق لیسانس خوندید. بعضا افراد دکترا دارن. لذا کسی که توانایی آموزش زبانهای مختلف، کتب مختلف و علوم مختلف رو داره، دیگه نمیتونه بهونه بیاره که من وقت ندارم، عربی بلد نیستم، این قضیه فوق تخصصه، من نمیتونم برم دنبالش. طلب علم فریضه است، یادگیری ملزوماتش هم و همون نسبت واجب هستش. اهمیت این علم کجا برای ما ظاهر میشه؟ یک زمانی بوده در زمان صدر اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله، مردمی به دورشون جمع میشن، به ایشون ایمان میارن. جنگ هایی رخ میده بین اسلام و گروه ها و افراد دیگر در اون منطقه. دارم خیلی جزئی میگم، جزئیاتش رو میخوام بگم. تو اون سپاه مقابل یا افراد کشته میشدن یا فرار میکردن یا اسیر میشدن. اسیر یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که اگر شمشیر دستش بیاد شما رو میکشه که بتونه آزاد بشه برگرده به خونه زندگیش. تو اون شرایط جامعه رو در نظر بگیرید، حضرت رسول میان میگن اگر اسیری به 10 نفر از افراد جامعه اسلامی سواد یاد بده آزادش میکنن.
ما وقتی این مطالب رو میشنویم نباید فقط به اصطلاح از یه گوش بشنویم از یه گوش در بدیم، باید اینها رو بتونیم قشنگ بررسی کنیم. چه نتیجه میگیریم از این موضوع؟ یک، اهمیت کسب علم و دانش. دو، چه روزگاری بوده که حتی به سختی شاید 10 نفر باسواد پیدا می شده. لذا حضرت رسول میگن این اهمیت آموزش، اهمیت علم، اهمیت تفکر انقدر زیاده که اگر یک اسیری که دشمن حربی ماست و اگر آزاد بشه بره سرزمین خودش، شاید دوباره شمشیر بگیره، اسلحه بگیره بر علیه ما وایسه، ولی اگر این به 10 نفر از افراد جامعه اسلامی سواد یاد بده، با سوادشون کنه، آزادش میکنه. در چنین شرایطی حضرت رسول میگن طلب علم فریضه است. این حدیث هستش از حضرت رسول. حالا که دیگه شرایط انقدر بهتر شده، سطح علم جامعه بالا رفته، آموزش ها بسیار راحت شده، حتی نسبت به 100 سال گذشته که یک کسی یک کتاب میخواست بخونه باید سفر میکرد به کتابخانه‌ای که اون کتاب درش موجوده، ولی الان در دانشگاه‌های دنیا، مثلا در همین آمریکا، شما در دانشگاهی با پایین ترین سطح علمی در کتابخانه‌اش میرید درخواست میدید من کتابی رو میخوام که در دانشگاهی مثلا MIT موجود هستش، در عرض چند روز سفارش میدن کتاب به دست شما میرسه. تو کشورهای دیگه هم همینطور. به راحتی الان میتونید کتب و منابعی که دوست دارید رو به دست بیارید. حالا دیگه ما پس بهانه‌ای برای عدم یادگیری نداریم. در جوامعی که شاید بالای 90% اون افراد باسواد هستند، فریضه بودن علم از سر ما باز نمیشه. علم یاد میگیریم، ملزوماتش رو هم باید یاد بگیریم، ولی تعارف که نداریم. ما واقعا به دنبال طلب علم نیستیم، یعنی رو در روی این حدیث نبوی وایسادیم. هر کسی باید تو زندگی خودش یک برخورد محققانه‌ای داشته باشه، علل خصوص راجع به مطالب عقیدتی خودش. ما باید این طلب علم رو جدی بگیریم، همونطور که خداوند در قرآن خطاب به پیامبر این آیات قرآن نازل شده. خداوند در آیه 114 سوره طه میفرماید و قل رب زدنی علما. این شد نکته مهم اول. نکته مهم، بسیار مهم دوم که در طول این بحث ما میخوایم ازش استفاده کنیم، هنوز تو مقدمه هستیم. همیشه اهل بیت علیهم السلام در اقلیت بودند. عجب جمله‌ای. و در حال حاضر اقلترین و تنها ترین فرد موجود امام زمان علیه السلام هستند. الان هر فرقه ای رو، هر گروهی رو، هر دسته ای رو شما نگاه کنید، بررسی کنید، لااقل یه چند نفر دور و برشونن. یه گروهی تشکیل دادن، یه ساختمونی برای خودشون گرفتن، اسمی گذاشتن، لوگویی برای خودشون تعریف کردن، ثبت کردن، بالاخره به یه تعدادی میرسند. خود شما الان در اینستاگرام یک عکس از یک جایی بگیرید پست کنید، این رو شیر کنید، به 4 نفر مسیج کنید، بفرستید، 50 نفر این مسیج شما رو میبینن، یه تعدادی لایک میگیره. اما در حال حاضر در این جامعه، در این دنیا، در این زمین یک شخصی هست، امام زمان حضرت صاحب الامر علیه السلام، 1 نفر هستن، تک و تنها. ادعای بزرگی دارم میکنم. میخوایم بریم وارد تاریخ بشیم و این موضوع رو بررسی کنیم که اهل بیت در هر زمانی تنها ترین و اقل ترین فرد جامعه خودشون بودن. یک موضوعی که در مطالعه باید در نظر گرفت، علل خصوص مطالعه مواد عقیدتی و امور اسلام، و متاسفانه من خیلی ناراحتم که خودم اشتباه یاد گرفتم از ابتدا، این بود که تاریخ اسلام رو از این طرف تاریخ برای ما همیشه گفتن و این اشتباهه. یعنی وقتی شما این هر چیزی که الان با عینک همین الان به قضیه نگاه کنید، اصلا درکی نسبت به اصل موضوع ندارید، در حالی که ما باید تاریخ رو، عقاید رو، مطالب فکری و عقیدتیمون رو از صدر اسلام شروع کنیم، ببینیم چی بوده این اصل، در طول این تاریخ چه چیزهایی بهش اضافه شده و چه چیزهایی ازش کم شده. اینطوری میتونیم بفهمیم چه کسانی این کارها رو کردن، با چه اهدافی این کارها رو کردن. این خیلی نکته مهمیه. از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله شروع میکنم
ولی همین الان رو در نظر بگیریم راجع به حضرت رسول. الان میگن بیش از 2 میلیارد مسلمان در دنیا داریم. طبق آخرین آماری که من داشتم مطالعه میکردم در سال 2017 حدود 1 میلیارد 800 مسلمان به اصطلاح سجلی ثبت شده بود. ولی کدوم یکی از این مسلمان ها پیامبری که حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیهاش بوده رو قبول داره؟ اینا خیلی به نظر من مطالب مهم و نکات ریزی هستش. پس خود حضرت رسول همین الان هم در اقلیتن. همین الان چه زمان خود حضرت رسول چه همین الان پیامبری که عایشه معرفی میکنه پیامبر اسلام بودن یا پیامبری که حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی کردند؟ مردم دنبال کدوم پیامبر رفتند؟ همین الان پیامبری که حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی میکنند در اقلیتند. بیشتر مردم، بیشتر همین مسلمان‌ها دنبال پیامبری هستند که افراد دیگر معرفی کردند. این اشتباه از کجا شروع شد؟ برمیگردیم به صدر اسلام. ما نباید مسیر اونهایی رو بریم که تمام صحابه رو عادل میدونستن. فکر میکردن هر کسی که دور پیامبر بوده عاشق چشم و ابروی پیغمبر بوده، تبعیت محض از حضرت رسول داشته. نه خیر، اینطوری نبوده. میریم به تاریخ. حتی در اون زمان، در زمان زندگی حضرت رسول و در زمان فوت ایشون، این قضیه طرفداران حقیقی حضرت رسول 50-50 هم نبوده. اگر 50-50 می بود لااقل در قضیه سقیفه یک دعوا و یک جنگ و یک درگیری بین حق و باطل رخ میداد. وقتی میریم به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم نه خیر، 50 نفر اگر میخواستن طرفدار امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باشن بلند میشدن اونجا اعتراض میکردن. تو تاریخ میبینیم که در سقیفه دعوا بین باطل و باطل بوده. حق کی بودن؟ حضرت امیر مشغول کفن و دفن آقا رسول الله بودن. یک جناب سلمانی هم بوده در رفت و آمد گویا بین سقیفه و مسجد نبوی منزل آقا رسول الله. ابوذری بوده، شاید انگشت شمار. پس در تاریخ برای ما مشخص میشه که حضرت رسول در زمان خودشون هم تنها بودن و جزو اقلترین مردم زمان خودشون بودن. اون درصد شاید بگیم به 99-1 بوده. داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ صاحب دین، آورنده این دین از طرف خدا. در نتیجه میان جلوتر. چطور ممکنه یک دفعگی فضای 99-1 در زمان صاحب این دین بیاد تغییر بکنه؟ میرسیم به زمان حضرت امیر علیه السلام. 25 سال خانه نشینی. هنوز این مردمی که خود پیغمبر رو دیدند، به خاطر اینکه اون طلب العلم و فریضه ندونستند، به خاطر اینکه نادان بودند، نرفتن دنبال حق و حقیقت. افتادن دنبال کسانی که میدیدن خب دنبال پیش پیغمبر بودن دیگه، همیشه با پیغمبر زندگی میکردن. یعنی فکرشون خیلی ظاهری بوده. از این میخوایم در انتهای صحبت استفاده کنیم. دوران امام حسن که اصلا یک دوران بسته، امام زمان جانشین اون پیغمبر حتی اجازه دفن بدن مبارکشون در کنار پدر بزرگشون رو هم نمیدن این مردم. باز سقیفه به نوعی تکرار میشه. وقتی من میگم سقیفه یعنی دعوای باطل، دعوای حق و باطل نیست اونجا، هنوز دعوای باطله. میرسیم به واقعه عظیم و مهم کربلا. تو کربلا تکرار میشه. میبینیم چه اتفاقی میفته. همه میان وای میستن میگن این جوان که آمده که اصلا چقدر شبیه پیغمبر خداست. این آقا که رجز جنگی داره میخونه که داره میگه من که نوه پیغمبر خدا، من پسر دختر رسول الله هم که خیلی از شماها دختر رسول الله رو دیدید. من پسر علی هستم، علی که جانشین پیغمبر بوده. پس تو واقعه عاشورا همین قضیه، این نادانی و این عدم توجه به طلب علم فریضه رو میتونیم حس کنیم، میتونیم درک کنیم. حالا با وجود این اتفاقی که تو کربلا افتاد، آیا مردم بعدش متنبه شدن؟ آیا مردم اومدن توبه کردن، گفتن وای چه اشتباهی کردیم، خدا پیغمبری فرستاد، ما به جایی که ازش تبعیت کنیم، به جایی که بعد پیغمبر
به دنبال جانشینان پیغمبر بریم، برای خودمون خلیفه تعیین کردیم؟ نه، همچین اتفاقی نیفتاد. آیا بعد از واقعه عاشورا مردم جزو اصحاب امام سجاد علیه السلام شدن؟ نه خیر. به قول یکی میگفت اگر قیامت بشه و امام سجاد علیه السلام صحابهشون و اصحابشون و دوستانشون رو صدا بزنن، طبق اون چیزی که در تاریخ به دست ما رسیده اگر به 5 نفر برسن، اگر اصحاب امام سجاد علیه السلام بعد از اون واقعه عاشورا به 5 نفر برسن، میان جلوتر دوران امام باقر علیه السلام میرسیم به دوران امام صادق علیه السلام. بعد یک دفعگی الان در تاریخ میخونیم آقا دوران امام صادق علیه السلام دوران آزادی شیعه بوده، فرقه ناجیه شیعیان علی ابن ابی طالب 6000 نفر شاگرد امام صادق. خودم باید اینجا به فکر فرو بره، پیغمبر صاحب این دین خودشون در اقلیت بودند. آیا چنین چیزی ممکنه که در زمان امام صادق یک دفعگی به 6000 تا شاگرد برسه؟ بله شاگرد بودن، ولی محب نبودن. اینها تبعیت از امام زمان نداشتند. در تاریخ اسلام چندین زمان هست که بسیار مهمه برای بررسی. یکی دوران خود آقا رسول الله و قضیه سقیفه، دوران 25 سال خانه‌نشینی حضرت امیر و اون مدت 4 سال و چند ماه یا 5 سالی که حضرت خلافت کردن، امامت به اصطلاح ظاهری به صورت خلیفه داشتن. واقعه عاشورا که دیگه اصلا دنیا رو تکون میده وقتی کسی بشینه تاریخ رو مطالعه کنه. پس دوران آقا رسول الله رو در نظر بگیرید، عاشورا رو در نظر بگیرید، دوران امام صادق علیه السلام، و بعد یکی از دوران‌های بسیار مهم دوران حضرت جواد علیه السلام هستش که بهش میرسیم، چون کلید بحث غیبت رو میتونیم از دوران امام جواد علیه السلام و حوادثی که رخ میده دنبال کنیم. برگردیم به دوران امام صادق علیه السلام. در دوران امام صادق علیه السلام که ادعای آزادی شیعیان علی ابن ابی طالب و 6000 شاگرد دانشگاه امام صادق علیه السلام مطرح میشه، امام صادق علیه السلام در حدی در خفقان و تقیه زندگی میکردن که در زمان شهادتشون طبق مدارک مستند تاریخی به 5 نفر وصیت کردند. یعنی به افراد مختلف جانشین خودشون رو به نوعی یه افراد خاصی معرفی میکردن از روی تقیه. اینها همه تو تاریخه. یکی از اون 5 نفر کی بوده؟ فرزند بزرگترشون به اسم عبدالله افتح. افتح یعنی کسی که پاهای پهن، پاهای بزرگی داشته. حالا میرسیم به اینکه چه اتفاقی میفته. یکی از افرادی که بهش وصیت شده بوده خود منصور دوانیقی، حاکم ظالم بوده. از جور و ظلم این منصور همینقدر فقط براتون بگم که بن زهرا رو حبس میکرده، زندانی میکرده. در اون زندانا در رو میبسته، نه آبی نه غذایی نه نوری، هیچی. اینها میمردن، بنده‌های خدا فوت میکردن، شهید میشدن. بدنهای اینها رو، استخونهای اینها رو میآورده و پودر میکرده. این پودر استخونها رو در ملات میریخته، ساختمون کاخهاش رو با این ملات ها میساخته. آقا اینها داستان نیست، اینها مطالبی که اتفاق افتاده تو تاریخ. این همه شنیدید فلان حاکم ظلم و جور بوده مثلا در کشورهای شرقی، در فلان کشورهای اروپایی این کارا رو کردن دیگه. انقدر هی میگید فلان پادشاه. خب اینم یکیش منصور دوانیقی بوده، این کارو میکرده. به خاطر بغض و کینه و دشمنی که با بن زهرا داشته این کار رو میکرده. حالا شاید چون که منتسب به مطالب اسلامیه یک عده مسخره کنن، مهم نیستش، ما تاریخ رو داریم بررسی میکنیم. پس یکی از اون 5 نفری که حضرت صادق علیه السلام بهش وصیت میکنن خود این حاکم ظالم بوده. برای چی؟ شاید در شرایطی بودن، قطعا در شرایطی بودن که اون سوال کننده مثلا مأمور بوده، جاسوس بوده، بیاد ببینه امام صادق علیه السلام چی میگن، بره گزارش بده. تو تاریخ بسیار ثبت شده، حتی از نزدیکان اطرافیان خود حضرت صادق علیه السلام از این کارها میکردن. انقدر این جامعه در خفقان و بسته بوده که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام 2 نفر سرگردان میشن. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ امام زمان شهید شدن، رفتن، امام ما کیه الان؟ این 2 نفر کیا بودن؟ جناب هشام
و شخصی به اسم مومن الطاق. برید راجع به اینا بخونید. اینا درمانده میشن. انقدر علوم ائمه رو باهاش به اصطلاح نزدیکی روحی داشتند، میفهمن بین اون 5 نفر این 2 نفر بین 2 نفر به شک میافتن. یعنی امام صادق گفته بودن بعد از من این 5 نفر جانشینان من هستن به افراد مختلف. جناب هشام و جناب مومن الطاق در انتها میرسن بین عبدالله افتح و حضرت کاظم علیه السلام سرگردان میمونند و ایمان میارن به امام کاظم علیه السلام، به امام حق. یک نفر دیگه در اون دوران بوده به اسم جناب علی ابن یقطین. علی ابن یقطین در دربار کار میکرده، به اجازه و اذن خود امام صادق در دربار کار میکرده. تو اونجا شاید به امور مسلمین بیشتر رسیدگی میکرده. میبینیم در دوران امام صادق علیه السلام که ادعا میشه 6000 شاگرد داشتند، کمتر از تعداد انگشتان یک دست سرگردان میشن که الان امام زمان ما پس کیه. یک عده‌ای بودن بزرگان و علمایی که دور امام صادق علیه السلام بودن. بسیاری از اونها طبق اون چیزی که در تاریخ اومده بعد از امام صادق علیه السلام اصلا نیازی ندیدند که برن دنبال امام زمان، امامشون رو پیدا کنن. اصلا نرفتن ایمان بیارن به امام کاظم علیه السلام. باز تکرار میکنم، 2 نفر سرگردان شدند، جناب هشام و جناب مومن الطاق. این 2 نفر بودن که طبق تاریخ پرسجو کردند، رفتند نشانه ها و علائم رو دیدند تا بتونن به امام زمانشون برسن. عده دیگه بودن در زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق بهشون پول میدادن، اونها رو به عنوان نماینده میفرستادن به شهرهای دیگه برای مثلا پاسخ به سوالات مردم. اونها هم فقط مأمور بودن که کلام امام صادق رو به اونها برسونند. از مردم پول میگرفتن، وجوهات می آوردن، خدمت امام صادق تحویل میدادن. گروه دیگه بودن که در زمان امام صادق علیه السلام با خود حضرت زندگی میکردند. خب خودشون رو هدایت شده میپنداشتن دیگه، میگفتن خب ما که هدایت شدیم داریم با حجت خدا زندگی میکنیم. وقتی امام صادق علیه السلام شهید میشن، نیازی نمیبینن در خودشون که برن دنبال امام بعدی. میگن خب ما که هدایت شدیم، خب پس به چی مراجعه میکنیم؟ به آن چیزی که فکر میکنیم در عقل ما هست. میرن ایمان میارن به فرزند امام صادق علیه السلام به نام اسماعیل که قبل از امام صادق از دنیا میره، فوت میکنه. لذا فرقه سبعیه یا اسماعیلیه به وجود میاد. همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم 10 تا 15 میلیون اسماعیلیه داریم، به اصطلاح 7 امامی، که بعد از امام صادق میرن دنبال فرزند فوت شده امام صادق و به اون ایمان میارن. ببینید بی علمی مردم تا چه حدی بوده. کی؟ زمانی که امام بودند. نه تنها اینها امام رو میدیدند، سالهای سال با امام مراوده داشتند. میگفتن این جعفر ابن محمد فرزند امام باقر، فرزند امام سجاد، فرزند امام حسین، برادرزاده امام حسن، نوه علی ابن ابی طالب، جانشین پیغمبر. چیکار کردن؟ اینها علم نداشتن. 1. 2. خودشون رو هدایت شده میدونستن. رفتن سراغ چی؟ رفتن سراغ فرزند امام صادق که در زمان حیات امام صادق فوت شده بود. ایمان آوردن. یک فرقه را افتاد به اسم فرقه اسماعیلیه. این یه دونه نبود. من چون علاقم به شناخت فرقه ها خیلی زیاد بود رفتم اینها رو خوندم. نه فرقای الان رو زیاد دوست ندارم، یعنی دنبالش نرفتم. فرق اون دوران رو خیلی دوست داشتم. در زمان امام صادق علیه السلام دیگه اوجش بوده و بعد از اون هم تا دوران غیبت زیاد رخ داده، ولی در زمان امام صادق اوجش بوده. فرقه دیباجیه راه میفته. کسانی که به دنبال محمد دیباج فرزند دیگر امام صادق راه میفتن که بهشون شمیتیه یا سمیتیه هم گفته میشه و اینها میگن یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام همان قائم است. اول صحبت گفتم مخاطبم مسلمان ها هستند، حتی مسلمانان امامیه به امام اول، دوم ببخشید سوم، چهارم، پنجم تا امام ششم اعتقاد دارن و بعد میگن اون قائم یکی از این فرزندان امام صادق علیه السلام هستش. داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ در زمان امام صادقی که ادعا میشه 6000 شاگرد داشتن. 6000
نفر دنبال ایشون بودن، 1/10 رو بگیم 600 نفر، نه 1/100 رو بگیم 60 نفر. ولی میبینیم در زمان شهادت امام صادق فقط 2 نفر سرگردان و حیران میشن که امام زمان ما کیه. فقط جناب علی ابن یقطینه که بعد از شهادت امام صادق مستقیم ایمان میاره به امام کاظم علیه السلام. یکی از افرادی که در اطراف امام صادق بوده، بسیار شخص معروفیه این فرد. طبق نقل تاریخی این شخص بین 2 ماه و در یک کتاب رجالی دیگه تا 2 سال بعد از امام صادق زنده بوده، ولی در هیچ جا نشانه ای از ایمانش به امام کاظم علیه السلام نیست. کسی که شاید بیشترین احادیث از امام صادق علیه السلام توسط اون شخص به دست ما رسیده. بی‌علمی، غرور، تکبر و این حس که ما هدایت شده ایم، ما اون فرقه ناجیه هستیم. از فرق بیام بیرون در زمان امام صادق، فتحیه، شمیتیه، سمیتیه، دیباجیه که دیگه از قرن 3 به بعد اینها یه گروهشون اومدن از امام صادق رفتن سراغ محمد دیباج، یه گروهی اونجا دیگه اینها از بین رفتن در قرن 3 اون گروهشون، ولی یه گروهشون دوباره برگشتن به امام کاظم علیه السلام، یعنی به عنوان امام بعدی امام کاظم رو قبول کردن، اومدن رسیدن به امام عسکری، به امام عسکری و فرزند غایب ایشون هم ایمان آوردن. لذا میخوام شرایط زمانه رو با هم دیگه بررسی کنیم، با عینک اون زمان به جامعه نگاه کنیم. کسانی که امام زمان رو میدیدند، کسانی که با حجت خدا زندگی میکردند، ولی چون طلب علم رو فریضه ندونستند و چون نخواستند این حقیقت رو از قلب حجت خدا بگیرند و متکی به افکار و به اصطلاح بگم عقل خودشون شدند، راه گمراهی رو پیش گرفتن. میرسیم به دوران امام کاظم علیه السلام. در زمان امام کاظم علیه السلام چه اتفاقی افتاد؟ یه فرقه دیگه راه میفته به اسم واقفیه. کی؟ علی ابن حمزه بطائنی وکیل امام کاظم علیه السلام بوده که بیشترین وجوهات و مبالغ رو جمع میکرده برای امام کاظم. بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام، خب این همه پول به جایی که این رو ببره تقدیم امام زمان کنه، حضرت علی ابن موسی رضا، فرقه واقفیه رو راه میندازه. خب یه فرقه دیگه. امام رضا علیه السلام، بحث چیه؟ گم نشیم از اصل صحبت. ائمه در زمان خودشان هم در اقلیت بودند. امام علی ابن موسی رضا در مدینه زندگی میکردند. حاکم ظلم و جور زمانه مأمون لعنت الله علیه امام رو به زور از مدینه میاره به منطقه مرو، خراسان کنونی، توس، سناباد که امروز اسمش شده مشهد. امام رضا در تنهایی بودن، حتی فرزندشون حضرت جواد علیه السلام پیششون نبودن، در مدینه بودن. خواهرشون میان به سمت ایشون، به سمت مشهد کنونی، خب در قم از دنیا میرن. برادر دیگرشون جناب شاه چراغ در شیراز از دنیا میرن. امام زمان امام رضا علیه السلام در اون دوران در اوج تنهایی و به دور از خانواده خودشون زندگی میکردن. میایم جلوتر، میرسیم به دوران امام جواد علیه السلام، دورانی که دیگه با اینکه از ائمه گذشته و از معصومین قبلی اخبار مستندی راجع به امام زمان و غیبت به دست ما رسیده، ولی دیگه از دوران امام جواد علیه السلام به اصطلاح میتونم بگم این قضیه غیبت کلید میخوره. مطالبی که از دوران امام جواد علیه السلام به دست ما میرسه بسیار واضح و روشن هستش که مردم باید آماده بشند. مردمی که لیاقت و افتخار زندگی و همنشینی با حجت خدا رو ندارن، باید برای غیبت آماده بشید. دیگه از زمان امام جواد بحث امام هادی، امام حسن عسکری، جناب حکیم خاتون پیش میاد. بعد میرسیم به امام زمان علیه السلام که امام زمان علیه السلام از بدو تولد وحید بودند. پس ما وقتی تحقیق دینی میکنیم که بر ما فریضه است، باید این نکته رو
در نظر داشته باشیم که این آقای بزرگوار امام زمان علیه السلام نه تنها خودشون وحید هستند، بلکه وحید ابن وحید هستند. و میرسیم به این موضوع که ما شیعیان در این آخر از زمان هم تنها هستیم. در احادیث با این مضمون زیاد ذکر شده که شیعه در آخر از زمان، منتظر واقعی در آخر از زمان تنهاست. در حدیث آمده که بدنهاتون با آنهاست، یعنی با مردم، ولی روحتون با اونها نیستش. این نکته مهمیه که باید در نظر داشته باشیم. پس یه بار فقط مرور کنیم. 1. امام زمان یک موجودیت جهانی هستند. 2. ما باید روی دینمون و عقایدمون تحقیق کنیم. هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیستش که من وقت ندارم، نمیتوانم، این امر بسیار تخصصی است، عربی نمیدانم. نه، ما باید در حد خودمون بریم یاد بگیریم. حد خودمونم قطعاً بیشتر از اینه که بخوایم همه چیز رو واگذار کنیم به افراد دیگه. ما باید بریم یاد بگیریم. چرا؟ چون پیغمبر گفتن طلب علم فریضه است، واجبه. وقتی که طلب علم فریضه است، پس دانستن ملزوماتش هم فریضه است. اومدیم نکته بعدی گفتیم که ائمه همیشه در زمان خودشان و امام زمان علیه السلام در حال حاضر اقل‌ترین مردم هستند، تنهاترین مردم هستند. همه رو با مثال دونه به دونه مطرح کردم تا رسیدیم به اینجا که امام زمان علیه السلام امروز وحید هستند، ترید هستند، شرید هستند و فرید هستند که تک تک اینها باید بررسی بشه. نه فقط اون چیزی که میشنویم، خب وحیدن دیگه، شریدن، حالا تریدن، ترد شدن. حالا که به اینجا رسیدیم باید بدونیم که این علمی که آموختنش برای ما فریضه است با روح ما ارتباط داره، نه با جسم من. جسم من چیه؟ این صورتی که در جوانی پوست صافتر بود، سن بالا میره چروکا زیاد میشه. این موی من که تا چند سال پیش سفید بود، به اصطلاح خودم فکر می‌کردم خوش تیپم، الان داره رو به سفیدی میره. ریش من که داره رو به سفیدی میره. لذا این علم از روح من هستش و وقتی من علم یاد بگیرم در روح من میشینه. علم از جسم من نیست. باید بدونیم که این علم چطوری روحیات رو تغییر میده، که همین حدیثی که مطرح شد، ما جسممون با مردمه ولی روحمون با مردم نیست. پس ما باید دنبال علمی باشیم که این علم از روح میاد. این علمی که در دست همه هست هم بیان میشه، تو هیئت‌ها گفته میشه، تو جلسات گفته میشه، تو کتاب‌های دینی این همه نوشته شده، تو شبکه‌های کذا و محلی و ماهواره‌ای در شبکه‌های مذهبی گفته میشه. این اون علمی نیستش که بخواد با روح ما کار کنه. همونطور که الان داریم نتیجهش رو میبینیم، کم کم داریم وارد اصل بحث میشیم. اینها همه مقدمه بود. این اون علمی نیستش که بخواد به ما بفهمونه امام ما همکنون وحید است، ترید است، فرید است، شرید است. همونطور که داریم نتیجهش رو الان بعد از 1200 اندی سال میبینیم. همه این 2 میلیارد 3 میلیارد مسلمانی که ادعای تبعیت از پیامبر رو دارند، یا برخی از اونها مثل ما شیعه ادعای تبعیت از اهل بیت رو دارند و خودشون رو متصل به منبع وحی میدونند، پس چرا امروز هیچ برداشت درست، هیچ علم درستی نسبت به بحث غیبت نداریم؟ ما این با منطق و عقل جور در نمیاد. عقل اینجا میاد وسط کار. عقل تا قبل این نمیتونه برای من و شما چیزی صادر کنه. تا اینجا ما باید وصل بشیم به منبع وحی. یعنی چی؟ یعنی به پیامبر و جانشینان پیامبر. اینجا عقل و منطق میاد وسط و میگه که تویی که ادعا داری هدایت شده ای، تویی که ادعا داری دنبال روح ائمه هستی، پس چرا درک نمی کنی امام زمانت وحید است؟ چرا درک نمی کنی امام زمانت غریب است؟ چرا ما الان درک نمی کنیم تا قبل اینکه شاید برای خیلی از ماها، برای خود من تا قبل اینکه به این مطالب بخوام برسم و جمع آوری کنم، چرا درک نمی کردم که امام زمان الان در اقلیت هستن؟ نه، دورمو نگاه میکردم نیمه شعبان تاق میزنن، از این تاق چی میگن، تاق کسرا میزنند، چراغونی میکنند، شربت میدن، شیرینی میدن.
این امام زمان تو چه قربتیه؟ مگه این امام زمان وحید میشه؟ این امام زمان شرید و ترید و فرید میشه؟ نه خیر. این دوتا کنار هم جور در نمیاد. حالا که این دو مقدمه رو فهمیدیم که ما باید علم بیاموزیم، علم دین چون فریضه است ملزوماتش رو بیاموزیم، و مقدمه دوم این که ائمه ما در هر زمانی تنها ترین و اقل ترین مردم زمان خودشون بودند، حالا وارد واقعیت سوم میشیم. واقعیت سوم چیه؟ همه مردم فکرشونو، عقیدهشونو، فرقهشونو، دسته خودشونو، هیئت خودشونو، بزرگان خودشون رو حق میدونن. وقتی ما مراجعه میکنیم به بیانات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، حرف از اون 72 فرقه میشه. تمام اون 72 فرقه میگن ما حق هستیم. همه فکر میکنن، میگن خب ما که میدونستیم پیغمبر در اقلیت بوده، ما هم الان در اقلیت هستیم. همه فکر میکنن عالمانه به اون هدف نهایی و غایی رسیدند، تو همون مسیرن، تو اون رایت پس هم دارن قدم میزنن. همه فکر میکنن جزو اصحاب یمین هستند، خودشون و علمایشون هم از این راه راست داریم مستقیم میریم به سمت بهشت و داریم امام زمان رو یاری میکنیم. جالبه که اگر این 72 فرقه‌ای که ازش تو احادیث صحبت شده، تمام این فرقی که به وجود اومده، تمام این تفکراتی که به وجود اومده، اگر روی یک محیط، یک دایره ما بکشیم، بعضا میبینیم که بعضی از اینها که همه خودشون رو حق میدونند 180 درجه با هم متفاوت هستن از نظر فکری و عقیدتی. نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش اینه که هیچ کس اون تنبهی که اول صحبت گفتم بعد از عاشورا سوالی پرسیدم، آیا بعد از عاشورا مردم متنبه شدن؟ یکی میزدن پشت سرشون، یکی میزدن تو سرشون که ما پسر پیغمبر خدا رو شهید کردیم، ای وای چه کار زشتی کردیم. آیا همه رفتن صحابی امام سجاد علیه السلام شدن؟ اینجا وقتی میبینیم این همه فرقه درست شده، هیچ کدوم طلب علم رو فریضه نمیدونند، فقط دنبال رو هستند و در ادامه هیچ کدوم به این نتیجه نرسیدند هنوز که امام زمان و تمام ائمه در زمان خودشون اقل ترین مردم بودن، این تنبه رو به خودشون نمیگیرن. تمام صحبت اینه. الان هیچ کس رو نمیخوایم نقد کنیم، الان فقط میخوایم این تذکر رو به خودمون بدیم که بیایم متنبه بشیم. اصل صحبت اینه، بیایم متنبه بشیم. مثلا اگر من یک فرد سنی مذهب باشم، هیچ وقت به خودم نمیگم که شاید من هم دارم اشتباه میکنم، مثل بقیه دارم اشتباه میکنم. نه، اونم میگه من دارم راه درست رو میرم. اون میگه منم به روایت ها رسیدم، در فلان صحیح، در اون یکی صحیح این حرف گفته شده. از کی؟ از همسر پیغمبر، که همسر پیغمبر باباش تمام وقت با پیغمبر بوده، سر یه سفره با پیغمبر میشستن، با پیغمبر جنگ میرفتن، با پیغمبر تو مسجد صحبت میکردن، تو غارم با خود پیغمبر بوده. همه میگن ما به اون دینه رسیدیم، ما به اون حق رسیدیم، ما به اون عقل رسیدیم، ما به اون حدیث صحیح رسیدیم، ما به اون پیغمبره رسیدیم، اجماع ما اجماع حق، اجماع علمایمون حق، ما به راه نجات رسیدیم. در نتیجه این تنبه موقعی تنبه میشه که یک لحظه نسبت به خودم فکر کنم، با دیدن این همه اختلافاتی که وجود داره یک لحظه نسبت به اطرافم بی‌اعتماد بشم، یک لحظه بگم بدون توجه به هیچ کدوم از اون تفکراتی که باهاش رشد کردم و تربیت پیدا کردم، با خودم بگم امام من الان در اقلیته. چرا؟ به خاطر منی که ادعا دارم هدایت شدم. اگر اعتمادی، اگر یک اجماعی دور من بود که حق و صحیح بود، باید حول اعتماد به امام زمان و حضرت حجت جمع می شد، ولی جمع نشده که امام زمان قریب و وحید و شرید و ترید هستن. پله پله طی کردیم رسیدیم به اینجا، به این نکته اصلی. ولی من چون فکر نمی کنم که دارم اشتباه میکنم، اصلا همچین فکری نمی کنم، اصلا احتمال نمیدم ممکنه اون چیزی که بهش اعتقاد دارم، بهش اعتماد دارم غلط باشه.
فکر میکنم ما هدایت شده هستیم، نیاز عملی هم به طلب علم نداریم. طلب علم فریضه دیگه از سر ما باز شده. دنبال علم رفتن دیگه، علم دین رفتن برای من واجب نیست. همین تفکر غلطی که در من رشد کرده رو شما ضرب در مردم دنیا کنید، ببینید چه خبر میشه. یک عده خود حق پنداری که خودشون رو هدایت شده میدانند که اگر غیر این بود که اصلا باطل بود. همه فکر می‌کنن دارن میرن بهشت. مگه میشه شما فکر کنی که بهشت و جهنمی هست و شما در مسیری که میری داری قطعا میری جهنم؟ بله یک عده هستن ممکنه کر نکنن، اصلا براشون مهم نباشه، بگن اعتقادی نداریم. ولی اگر اعتقادی داری، تمام وقت بخوای در راه اشتباه باشی و بدونی که آیندت بین بهشت و جهنم هستش، خب یک ذره به فکر میای. پس همونی که گفتم، ما خودمون رو حق میدونیم، طلب علم رو هم از سر خودمون باز میکنیم، دنبال علم رفتن رو هم واجب نمیدونیم. اینو ضرب در مردم دنیا که بکنید، میبینید چه اوضاعی میشه. یه نکته خیلی مهمی اینجا هستش که وقتی این شرایط تو دنیا پیش میاد، دنیا رو دارم میگم، دنیا یا همین مخاطبین خودمون تو این مبحث، منتظرین امام غائب، وقتی این فکر بین همه پیش میاد، تو چنین جامعه ای انتظار دیگه معنی نداره. همه همین فکر رو میکنن که ما حقیم، چون همه میگن بقیه دارن اشتباه فکر میکنن، بقیه دارن غلط فکر میکنن، غیر از ما، غیر از من. همه گفتم ضرب در مردم عالم کنید، همه غلط میگن غیر از ما هدایت شدیم. در نتیجه مجموع برایند این امت، حالا امت رو شما امت انسان فرض کنید، امت اسلام فرض کنید، امت شیعه فرض کنید، هیچ فرقی نمیکنه، یا این گروه دوستانه مذهبی خودتون فرض کنید. برایند و اجماع تمام این امت ها بر این میشه که خب ما هدایت شدیم. جامعه‌ای هم که هدایت شده درش انتظار معنی نداره، منتظر نیست. ما منتظر نیستیم. جامعه‌ای که منتظر نیست به دنبال امام نمیدوه، نمیخواد اصلا ببینه دویدن، نه اینکه بریم پیدا کنیم امام رو، دست امام رو بگیریم و یعنی لمس کنیم. دنبال امام دویدن یعنی نمیخوایم ببینیم اون امام کی بودن، خودشون و پدرانشون چه کسانی بودن و چی گفتن و از ما چی میخوان. جامعه‌ای که منتظر نیست از خدا التماس نمیکنه که منجی بیاد. این خیلی منطقیه. داستان حضرت موسی و اون حیرانی و سرگردانی قوم بنی اسرائیل تو اون بیابون، تو هر جایی که بودن، زمانی به اضطرار رسیدن، زمانی فهمیدن که در سرگردانی هستن که درک کردند حجت خدا نیست. تا زمانی که ما به این اجماع نرسیم که گمراه هستیم، دقیقاً در مقابل این اجماعی که ما هدایت شده هستیم، به امام نمیرسیم. نه تنها نمیرسیم، اصلا دنبال امام نمیریم، اصلا از خدا ظهور حجتش رو التماس نمی کنیم. حالا این اون مسیریه که من خودم بعد از تربیت غلط و اشتباهی که حالا هممون تو اون مسیر تربیت شدیم، گفتم با همون مطالبی که میشنویم تو کتاب‌های دینی هست و همه، من خودم به این نتیجه رسیدم که این مسیر از خود من انسان باید شروع بشه. خود من باید بفهمم که یک، دنبال علم برم، دو، ائمه از پیغمبرش تا خود امام زمان در حال حاضر در اقلیت و تنهایی بودند و امروز امام زمان اقلترین و تنهاترین فرد هستند، در غیبت هستند به خاطر من. حالا تمام این حرفا درسته، به خاطر عمل من، به خاطر گناهان ما، تمام اینها درست، ولی اصلش به خاطر اینکه من اصلا اضطراری نمیبینم که امام زمان نیست، اصلا درک نمی کنم که در دوران سرگردانی و حیرت هستیم و این اون ناراحتی قلبی منه که اشتباه آموزش دیدیم. این چیزها گفته نشد متاسفانه برای ما. از خودمون باید شروع کنیم. من باید برم علم یاد بگیرم، طلب علم واجبه.
مرگ من نزدیکه، هیچ بهانه‌ای هم قابل قبول نیست. نتیجه از اون زمانی که، از اون لحظه‌ای که ما قبول کنیم یک چیزی سر جاش نیست تو دنیای امروز، اون لحظه‌ایه که به معنای واقعی میفهمیم حیرانیم. اون لحظه‌ایه که به معنای واقعی میفهمیم سرگردانیم. وقتی که حیران شدیم، وقتی که سرگردان شدیم، تازه متوجه میشیم که در دوران غیبتیم. تازه شاید اون لحظه که پا در این مسیر گذاشتیم، قدم در این مسیر گذاشتیم، شاید بشه در اون لحظه بگیم در اولین مرحله انتظار هستیم. شاید اون موقع التماسمون به خدا جوری باشه که خدایا ما حیران و سرگردانیم، امام زمان رو بفرست. برای چی؟ برای رفع حیرانی و سرگردانی من. علما بزرگان، الان بزرگانی الان هستن اساتید، الان این حرف من رو میشنون میگن بله شما پس برای خودتون امام زمان رو میخواید. بله، امام زمان یک موجودیت جهانی دارن، اول گفته شد، هیچ کس منکر اونها نیست. ولی با اون تربیتی که متاسفانه، با اون آموزشی که به ما داده شد، ما اصلا درک نکردیم غیبت یعنی چی، انتظار یعنی چی. چرا؟ چون به ما هر چی گفته شد شما حق مطلقید، در مسیرید، برای امام زمان کار میکنید. تا زمانی که احساس گمراهی و حیرانی نکنیم در زمان غیبت نیستیم، در زمان حضوریم. مثل همین الان همه ما مسلمونا، همه ما معتقدین به امام در غیبت، فکر میکنیم در حضوریم، به زبان نمیاریم ما، ولی عملکردمون نشون میده که ما در زمان حضوریم. حالا حضور کی؟ حضور امام نشد، حضور نماینده امام. حضور خود پیغمبر نشد، حضور خلیفه پیغمبر. خلیفه هایی که مردم افتادن دنبالشون، اون مثال هایی که اول زدم تک تک اینجا میخوام ازشون استفاده کنم، اگر بیان نمیشه در ذهن داشته باشید. پس چی شد؟ ما الان فکر میکنیم، احساس میکنیم که در حضور امامیم، امام حاضر هستند ظاهر نیستند. از این شعارها، همین چیزی که بارها و بارها خود من شنیدم و الان درک میکنم چه آموزش های غلطی بود. ما الان فکر میکنیم در حضوریم. یه بار دیگه، حالا حضور کی؟ امام نشد، نماینده امام هستند. حضور پیغمبر نشد، خلیفه پیغمبر هستند. حضور خدا نشد، نائب خدا هست دیگه. ولی ما غیبت یعنی این که ما حس کنیم گمراهیم و سرگردانیم و حیرانیم و بعد منتظر واقعی بشیم. بالاخره ما الان یک حضوری داریم این وسط، حس میکنیم که در ذهن خودمون میگیم ما در گمراهی نیستیم، در شعاع یک نوری هستیم. حالا نوری از یک اجماع اطرافیان، مذهبیون، اجماع اساتید، اجماع خانواده مذهبی که شب قدر میگیریم، به دیوار پرچم نصب میکنیم، اجماع کتب و جزوات درسی، همش آیه حدیث گفته در این کتب درسی. مؤلفین بزرگوار فقط آیه و حدیث گفتن. ما اصلا نیازی به دیگه حضور امام نداریم، ما همه چیز رو داریم در دستمون. یه چیزی این وسط هستش که ما خودمون رو داریم در نور میبینیم دیگه، خودمون رو هدایت شده میدونیم. پس ما در غیبت نیستیم. اگر خودمان را هدایت شده میبینیم و نیازی به هدایت امام نداریم، پس ما در غیبت نیستیم. صحنه رو عوض میکنم، میخوام با مثال صحبت کنم. این همه هی گفتی، داد زدی، مثال آوردی. این غیبت یعنی چی اصلا؟ این غیبت که داری تعریف میکنی چه غیبتیه؟ بگو ببینیم اصلا این غیبت که داری میگی چیه؟ زمان غیبت مانند یک عالمی هستش که ما باید چشمانمون رو در اون باز کنیم تا غیبت رو ببینیم. چشم باز با چی به دست میاد؟ با طلب علمی که واجب هست و فریضه هستش. ما باید غیبت رو ببینیم و درک کنیم. ما در حال حاضر حتی الان غیبت رو نمیبینیم، چه برسه به این که بخوایم درک کنیم در گمراهی و حیرانی هستیم. این دوران غیبت، دوران حیرانی، دوران گمراهی مانند یک
تاریکی مطلق ظلمانی هستش که ما باید چشممون رو درک کنیم تا این تاریکیه رو ببینیم. الان میگید این حرف تناقض داره که چطور میشه ما در تاریکی باشیم و بتونیم ببینیم؟ بله، درک این که ما در تاریکی هستیم دیدن لازم داره و این دیدن با چی به دست میاد؟ با چشم. مثال بزنم. فکر کنید در یک شب تاریکی هستید وسط یک بیابان. روزهای اول یا آخر ماه هست، ماه در آسمان نیست، تاریکی مطلق، یک لایه ابری هم در آسمان هستش، لذا شما هیچ چیزی نمیبینید وقتی چشمتون رو باز میکنید. درسته تاریکه، درسته ما چیزی نمیبینیم، ولی حس میکنیم که در تاریکی هستیم. درست گفتم؟ یعنی با این که تاریکی مطلقه، ولی وقتی چشم با باز اطراف رو میبینیم و نمیتونیم هیچ موضوعی از اطرافمون رو درک کنیم، اینجا ما میفهمیم که در تاریکی مطلق هستیم. ندیدن ما به خاطر اون تاریکی مطلق، نه به خاطر اینکه چشمانمون بسته باشه. این دو موضوع خیلی مهمه در کنار هم. یعنی چی؟ ما در حال حاضر در دوران غیبتی هستیم که چشمانمون رو بستیم، نمیخوایم ببینیم. ولی وقتی توی یک بیابان تاریک مطلق هستید و چشمتون رو باز کنید، حداقل خوبیش اینه که چشم بازه. مفهوم تاریکی رو میفهمیم، درک میکنیم. حالا شما فکر کنید که در همون بیابون چشمانمون رو ببندیم، تصور کنیم همه جا نوره، خورشید داره میتابه از یه طرف، شب که میشه ماه پرنوری رو در آسمون تصور کنیم در حالی که چشممون بسته است. فکر کنیم همه جا آباده، یک رودخونه هم اونجا داره رد میشه، درخت ها هست، همه جا هم سرسبزه، ولی تا چشممون رو باز میکنیم حیران میشیم، سرگردان میشیم. یعنی چی؟ میبینیم همه جا تاریکه، هر جا پا میذاریم خار و خاشاک میره توی پامون. ولی متاسفانه انسان دوست داره که به خواب غفلت بره. حالا یا از تنبلیه یا از ترسه. یا از تنبلیه، بهونه میتراشه که نمیتونم من برم علم دین رو یاد بگیرم، در حد خودم گفتم این دین آسایش و سادگیه، راحتیه، در حد خودمون، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در حد خودمون. حتی اگر مریضیم، عسر و حرجی هم هست، نمیخواد، در حد خودمون باید بریم دنبالش. ولی نوع انسان دوست داره که به خواب غفلت بره، چون بدمون میاد چشممون رو باز کنیم، تاریکی مطلق رو ببینیم و ببینیم که در حیرانی و سرگردانی هستیم. بدمون میاد ببینیم همه جا تاریکه، دوست داریم تو تصور خودمون یک خورشید خوب نورانی، یک آسمان آبی، یک چشمه آب روان، درختان سرسبز دور برمون باشه. تصور کنیم که اکثریت مردم هم مثل ما هستند. تصور کنیم همه اطراف ما حق هستند. الان اینو میاریم مپ میکنیم رو قضیه غیبت. تو دوران غیبت هم همینه. ما میترسیم چشممون رو باز کنیم تا ببینیم که در غیبت هستیم، در حیرانی و در سرگردانی هستیم. کتابمون رو حق مطلق میدانیم، ایدمون رو حق مطلق میدانیم، عقیدمون رو حق مطلق میدانیم، خودمون، گروهمون، بزرگانمون رو در مسیر نور میدونیم. هر کسی هم تازه بخواد چشمش رو باز کنه، چشممون هم دوباره میبندیم. و این خیلی خطرناکه. هم این شرایط خطرناکه، همین افراد. ما تا زمانی که، دوباره میگم، تا زمانی که به این حیرانی و سرگردانی که چجوری حاصل میشه با طلب علم و با باز کردن چشم نرسیم، منتظر نیستیم، در غیبت نیستیم. وقتی که چشم باز کنیم و ببینیم دورمون بیابون تاریکیه، اصلا نمیدونیم بیابونه، فقط وقتی پامون رو هر جا میذاریم میبینیم تیغه، سنگلاخه تو پامون میره، تازه حیران میشیم، سرگردان میشیم. این مقام حیران شدن خیلی مقام خاصیه برای اینکه بخوایم دیگه بفهمیم و درک کنیم و الان متوجه بشیم که در نبود حجت خدا چقدر زندگی سخته. فقط سرمون رو میگردیم دنبال یک روزنه نور تو اون بیابون تاریک مطلق.
به اصطلاح 359 درجه، 360 درجه که میشه همین روبرو، 359 درجه فقط میچرخیم، فقط یک شعاع نوری ببینیم، یک روزنه نوری ببینیم تا بتونیم مسیر نور رو پیدا کنیم. این کی حاصل میشه؟ وقتی که خودمون رو حق مطلق ندونیم، وقتی که بریم علم رو یاد بگیریم، وقتی بفهمیم حیرانیم. این میشه درجه اول. و در درجه دوم وقتی که یک نور، یک شعاع نوری بتابه، ما وقتی اون رو درک میکنیم که چشممون باز باشه، تازه میتونیم حس کنیم، تازه میتونیم بفهمیم که یک نوری هست، میریم به سمت نور. در عین حال که ذات انسان دنبال آسایش و راحتی، نمیخواد چشمش رو باز کنه، دنبال بهانه است، از طرف دیگه انسان حقجو هست. ما منتظریم که یک نوری روشن بشه به سمت ما، ولی متاسفانه خودمون یا توسط افراد این چشم ما هی بسته میشه، حتی نه از روی عمدها، ولی با مطالبی که متاسفانه از بی‌علمی و نادانی ما سرچشمه میگیره. وقتی همونطور که گفتم چشم بسته است، هنوز داریم خورشید رو تصور میکنیم، ولی وقتی چشم بسته است، اگر نوری هم تابیده بشه ما نمیفهمیم این نور از کجا، توسط چه کسی تابیده شده. حالا نتیجه گیری: اگر حس کنیم در حیرتیم، اگر حس کنیم سرگردانیم، تازه این بشر میفهمه که در بدبختیه. اگر چشمانمون رو ببندیم، این بدبختی و حیران بودن و سرگردانی رو حس نکنیم، خودمون رو در حضور امام میدانیم و این فکر اشتباه که نتیجه چشم بسته ما هست خیلی سخته و از نادانی ما سرچشمه میگیره. ما باید چشم رو هی تکرار میکنم، ما باید چشم رو باز کنیم تا حجت خدا رو بتونیم درک کنیم. مشکل بعدی اینه که همیشه همونطور که گفتم منتظریم یک نفر بیاد برای ما این شمع رو روشن کنه، در حالی که رسیدن به این منبع علم و به این وجود مقدس و به این امام زمان در غیبت وحید شرید ترید فرید و تنها بر ما فریضه است، بر ما واجبه. چیزی که ما فکر میکنیم همیشه گردن دیگرانه، نه، بر ما واجب نیست. هر چیزی که نوشتن دادن دست ما همونه، نه، واجبه که بریم بخوانیم. از کجا؟ نه از این ور تاریخ. چیزی که الان به ما میدن خیلی راحت. مگه چقدر سند و منبع از اول تاریخ به دست ما رسیده، اسناد معتبر. من این چیزایی که میگم در انتها سندهاشو همه رو براتون میگم. بریم شروع کنیم به خواندن. چطور کتاب میخونیم؟ آقا دست نوجوانای ما کتاب هری پاتر بود، یک وقت یک کتاب تاریخی معتبر دست نوجوان ما داده نشد. هری پاتر باشه، آقا چیکار به هری پاتر داری؟ کتاب خواب فلان آقا یا مکاشفات فلان آقا به ما داده شد که در آقا فکر کرد فوت شده و رفت و کتابی نوشته شد، بنده خودم خوندم در نوجوانی، اون دست ما داده شد. اما یک کتاب معتبر جالب، راحت بگم داستانوار، ساده، قابل فهم، ترجمه شده دست ما داده نشد. الان میفهمم که مستعسلم، سن بالا رفته، این مو داره سفید میشه، گفتم مرگ نزدیکه، فکر میکردم تا حالا هدایت شدم. الانم که در آمریکا که زندگی میکنیم که نماز که میخوانیم الحمدلله، گوشت حلال هم که میخوریم، شبهای قدر سجاده پهن میکنیم و دعاها رو اعمال از 0 تا 100 رو انجام میدیم. تو ایران که نیستیم، ما تو آمریکا داریم این کارها رو عملا انجام میدیم. مگه میشه من برم جهنم؟ اعتقاد به امام غائب هم که دارم، سوالام هم که همه جواب داره، نیازی به امام نمیبینم دیگه در خودم. برای همین اون التماسم به خدا التماس واقعی نیست. این رو ضرب داره تمام مردم عالم کنیم. تعارف نداریم با خودمون. همه همین فکر رو میکنیم. تک تک دسته ها و گروه ها و فرقه ها همین فکر رو میکنن. همه خودشون حق مطلق میدونن. هیچ کس یک ذره احتمال نمیده که شاید ما داریم اشتباه میکنیم. از کجا این رو میگم؟ از اونجایی که اگر شما سوال بکنید، اگر شما مطلبی رو فقط مطرح بکنید، چشم‌ها باید بسته بشه. نه از عمدها، هیچکی دست نمیاره چشم شما رو ببنده. ولی میگم کتابی که مثلا 50 سال 60 سال 70 سال پیش رو چشم ما جا داره نوشته شده، اولویت پیدا میکنه بر کتب و مصادر اولیه.
که هیچ مقرض و معارضی نداره، که هر کس رفته ترجمهش رو خونده تایید کرده، هیچ کس در سلسله راویانش شکی نداره، داستانوار نوشته شده. ولی متاسفانه ما سراغ اونها نمیریم. اون طلب علم رو گذاشتیم کنار. طلب علممون که ضعیف شد، نفهمیدیم از پیغمبر خاتم تا حضرت حجت، حضرت صاحب الامر علیه السلام اقل ترین مردم هستن. بعد میگیم چرا حضرت در غیبتن؟ آقا غیبت امام زمان به خاطر نادانی ماه، به خاطر نادانی منه. حالا بریم راجع به خود حضرت حجت صحبت کنیم. ما باید بفهمیم که مستأصل هستیم. ما باید بفهمیم که هدایت شده مطلق نیستیم. هدایت شده مطلق باید امام زمان رو درک کنه. چرا مستأصل نیستیم؟ از کجا داری اینو میگی؟ ما خیلی مستأصلیم، ما اصلا همه کارامون زمین مونده، دینمون زمین مونده، برای همه چیز جواب داریم. آقا ما هیچ مشکلی الان تو دین نداریم. باز دوباره میگم، خادم امام زمان که هستیم، جشن نیمه شعبان میگیریم هر سال، شهرهای مختلف نذری میدیم برای برگزاری جشن ها، دست میزنیم، چراغونی میکنیم، بر حق هم که هستیم، از عقاب هم که به دوریم، به ثواب هم که نزدیکیم. حالا تو احکام هم شک و شبهه هایی هستش، گردن ما نیستش که این شک و شبهه ها گردن افراد دیگه است. ما دنبال روی میکنیم، گردن ما نیستش. کی میگه طلب علم فریضه است، واجبه، باید بریم یاد بگیریم، نه اینکه بریم احکام رو بکشیم بیرون یکی یکی. نه، قطعا مراجعه میکنیم به بزرگانی که این زحمت ها رو میکشن، ولی باید بدونم چی کار دارم میکنم. نه تو احکاممون مشکل داریم الان، همه چی 0 تا 100 آماده است. یعنی 100% هم ندونیم به اون چیزی که عمل میکنیم، بعد میگیم گردن ما مبرئ الذمه ایم، ما به گردن ما نیست دیگه. تو زندگیمون هم که مشکلی نداریم. گفتم باز دوباره بگم، تکرار کنم، شب قدر میشه سجاده پهن میکنیم، محرم تو همین آمریکا میریم سر و سینه میزنیم، گریه روزه میخونیم، امام حسین هم میبخشن و ما که بهشتیم دیگه، اصلا مشکلی نداریم. انقدر روزه خون داریم، انقدر مداحای خوش صدا داریم. روزه خون اصلی امام زمان هستن. اون کسی که تمام این مطالب از خدا بهشون رسیده امام زمانن. ما منتظر ایشون نیستیم، چون مشکلی نداریم، چون مستأصل نیستیم. یه ذره قضیه رو ویسترش کنم. روزی 5 وعده نماز میخونیم، راحت بگم نمازمون هم قبول نیست. وقتی که حس نکنیم در گمراهی و حیرانی هستیم، وقتی حس نکنیم که باید منتظر امام زمان باشیم، منتظر نه این مثال هایی که گفتم تو آموزش ها به ما داده شده، منتظر فقط جشن گرفتن و تمام این کارا نیست. منتظر یعنی بفهمی که امام زمان در اقلیت هستن، امام زمان تنها هستن، مانند اجدادشون نه تنها وحیدند بلکه وحید ابن وحید هستند. چرا میگی نماز ما قبول نیست؟ بله، نماز ظاهری میخونیم، چون این نماز باید با تایید امام و اعتقاد به امامت الهی باشه. اگر اعتقاد به امامت الهی داشتیم نمازمون قبوله. وقتی ما نیازی به امام حس نمی کنیم، این شاه کلید قضیه است. ما نیازی به امام حس نمی کنیم، پس روح نمازمون هم قبول نیست. اون چیزی که باید قبول بشه روح نمازه. اینا دارم خدمت به دوستانی میگم که واقعا راجع به قضیه میخوام فکر کنن. بله، باز دوباره میگم، حالا آقا سخت نگیرید، بذارید جوانها نماز بخونن. آقا کسی نگفت کسی افراد نماز نخونند. دوباره سیبل تهمت و برچسب نباید بشیم. دارم میگم مایی که اعتقاد به نماز خوندن داریم، باید بدانیم که زمانی که در خدمت امام باشیم نمازمون قبوله. الان که در غیبت هستیم لااقل نیاز به امام حس کنیم. ما وقتی نیاز به امام حس نمی کنیم، روح نمازمون هم قبول نیست. این باز میخوام تو ذهنم میاد تکرار کنم، خودمون رو که بهشتی میدونیم، اصحاب یمین هم که هستیم، لااقل روشمون روش اصحاب یمینه دیگه. اگه اعتقاد نداریم که روشمون روش اصحاب یمینه، که باید یه ذره دوباره فکر کنیم تو روشمون. پس اعتقاد داریم روشمون هم که روش اصحاب یمینه، اشتباهی هم که گردنمون نیست، بمیریم هم یک راست میریم بهش طبق آموزه هایی که به ما دادن. اگه کسی همین کارا رو انجام بده،
حکم نهایی دست خداست، قطعا میدونیم، ولی ما با تفکر خودمون امتحانمون و کاغذمون رو پر کردیم و هم جوابهای صحیح رو نوشتیم. بمیریم هم که یه راست میریم بهشت. آخرت هم که تو بهشت بالاخره از دور هم که شده میتونیم به اصطلاح قصر ائمه رو ببینیم دیگه. در این دنیا هم که در رکاب ائمه هستیم، مثالهاشو زدم، محرم و ماه رمضان و همه اینها. تازه یه پلن بعضی ها میرن بالاتر، اگر به رجعت هم اعتقادی داشته باشیم که جزو اعتقادات حقه اسلام شیعه 12 امامی هستش، خب ما که بالاخره تو این عمر 30 40 50 60 70 سالمون 40 تا دعای عهد هم که خوندیم دیگه. اگر قبل از ظهور هم بمیریم انشالله بعد از ظهور ما برمیگردیم به زمین. خب اینها میشه مشخصات یک فرد هدایت یافته. فرد هدایت یافته نیازی به امام نمیبینه، نیازی نداره بخواد التماس کنه به خدا که خدایا حجتت رو بفرست، ما اینجا حیرانیم، ما سرگردانیم. ولی دوستان، این که فکر کنیم هدایت یافته هستیم اولین نشانه ترسه. ما باید از این جایگاهی که توش قرار گرفتیم بترسیم. جایگاه ما یک جایگاه دروغ و اشتباهیه. اصلا شده تا حالا با خودمون فکر کنیم که اگر ما در زمان ائمه قبلی بودیم یا اگر ما در زمان انشالله ظهور امام زمان علیه السلام باشیم، آیا امکانش هستش که ما هم جزو دشمنان یا مخالفین یا حتی نه دشمنی و مخالف، جزو افراد بی‌طرف باشیم یا نه؟ من به شما یه چیزی میگم، نه تنها احتمالش هست بلکه 99.99% اکثریت جماعت زمین. از کجا داری میگی همچین ادعایی میکنی؟ مثال زمان پیغمبر رو گفتم. در زمان سقیفه دعوا بین حق و باطل نبود، دعوا بین باطل بود، 50-50 نبود، 30-70 هم نبود، 99-1 بود. کمتر از انگشتان دست ها اعتقاد به علی بن ابی طالب پیدا کردند. شوخی نیستش، این مسائلیه که واقع شده. چرا ما هیچ وقت اینها رو به صورت تحلیلی و محققانه بهش نگاه نکردیم؟ میایم جلوتر، زمان امام حسن یعنی نبود کسی در اون جامعه بگه بابا نوه این پیغمبریه که شما بهش اعتقاد دارید، خودتون رو نشوندید جای این پیغمبر. هیچ کس بلند نشد اعتراض کنه بگه که آقا این نوه میخواد پیش پدر بزرگش دفن بشه. میایم جلوتر، باز دوباره هی تکرار میشه. عاشورا رو بذاریم جلوی خودمون نگاه کنیم به همین نتیجه میرسیم. پس ما الان نه تنها فقط نباید بهش فکر کنیم که اگر ما در زمان ائمه بودیم جزو دشمنان، مخالفین یا در بهترین حالت بی‌طرفان قرار می‌گرفتیم، بلکه بهتون متاسفانه بگم باید یقین پیدا کنیم که ما یکی از اون دسته ها بودیم با این آموزش هایی که دیدیم که امروز خودمون رو هدایت شده میدونیم. اگر هدایت شده نمیدونستیم التماس میکردیم، میفهمیدیم یک غیبت چیه، میفهمیدیم نبود امام برای چیه، میفهمیدیم چرا ما التماس نمی کنیم که خدا حجت خدا رو بفرسته، چرا ما حس نمی کنیم تو حیرانی و سرگردانی، چون هیچ وقت نیازش رو درون خودمون اصلا حس نکردیم، اصلا درک نکردیم که ما در دوران غیبتیم. هی برای ما مثال از دوران امام صادق علیه السلام میزدن. خب با یک مطالعه خیلی ساده، مگه میشه کسی 6000 شاگرد داشته باشد؟ گفتم 6000 تا اصلا دشمنانشون بودن اومدن علم رو یاد بگیرن. 1000مش حتی تو تاریخ آمده 5 نفر، کمتر از 5 نفر، 6 نفر نیفتادن دنبال این که ببینن امام بعد از امام صادق چه کسیه. 2 نفر سرگردان شدن. جناب علی ابن یقطین اعتقاد پیدا کرد به امام کاظم. اون 2 نفر جناب هشام و جناب مؤمن طاق هم که سرگردان شدن بین عبدالله افتح و امام کاظم. یعنی تونستن بقیه گزینه ها رو راحت خط بزنن، کراس اوتشون کنن، بگن آقا اینها نیستن، امام حق موسی بن جعفره. در دوران خود امام حسن عسکری علیه السلام، اگر ما در دوران امام حسن عسکری علیه السلام بودیم چه کار میکردیم؟
آقا نمیخونیم، داستان اینه که نمیخونیم و وقتی قرار بشه خونده بشه، نه آقا شما که علم ندارید. خودمونم کم کم پا پس میکشیم میریم عقب. راست میگم که عربی که بلد نیستیم، اصلا هیچی نمیدونیم. کتاب ها رو میخونیم میبینیم اکثریت جامعه بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام میرن پشت سر جعفر کذاب وای میستن نماز بخونن. در کتاب شیخ صدوق اسامی آمده چه کسانی بودن. امام حسن عسکری علیه السلام به یک نفر گفته بودن میری برمیگردی، وقتی که برگشتی این اتفاقات میفته، با این سه تا نشانه که بهت میگم میفهمی جانشین من کیه. ولی افراد دیگه بیرون خونه وایساده بودن. من وقتی تاریخ رو میخوندم برای من قضیه دوران حضرت رسول و سقیفه تو ذهن من اومد. در اون دورانم علی بن ابی طالب در خونه مشغول کفن و دفن و غسل بدن مطهر حضرت رسول بودن، یه عده بیرون وایساده بودن، به اصطلاح لباسی‌ها رو پوشیده بودن، حاضر و آماده بودن، با هم سر کله هم میزدن. باطل با باطل داشت میجنگید برای گرفتن جانشینی پیغمبر. در زمان امام عسکری علیه السلام همین اتفاق میفته. بعدن در منزل در حال غسل و کفن و دفنه. برید بخونید کیا بیرون خونه وایساده بودن. آماده بودن بدن بیاد، یک نفری وایسه، جعفر کذابی وایسه به امام عسکری علیه السلام نماز بخونه و امامتش رو شروع کنه. این جعفر کذاب خیلی مهمه و گفتم که از زمان امام جواد علیه السلام ما باید مطالب غیبت رو بررسی کنیم. چرا؟ چون که امام جواد علیه السلام یک حدیث بسیار معتبر، مستند و متواتری دارند که به دست ما رسیده که حضرت جواد میگن مثال این جعفر نوه ما، امام هادی، امام عسکری که پسر امام عسکری و جعفر برادر بودن، پسران امام هادی علیه السلام بودن، لذا میشه نوه امام جواد. میگه این جعفر مثالش مثال پسر نوحه. چرا دارم رو این تاکید میکنم؟ چون تو روزگار ما الان من میرم تو یک جلسه مذهبی میشینم، آقا نگید جعفر کذاب، دیگه بگید جعفر تواب، کتاب هم براش نوشتن. این از بی‌علمی نیست؟ کسی که بیرون وایساده بوده، اون ابا خوشگلر هم انداخته بوده، زردوز آماده بوده بدن رو بیارن نماز رو بخونه و اعلام جانشینی کنه. نه تنها آماده بوده برای دزدیدن مقام امامت در اون زمان، بلکه در زمان شهادت امام هادی علیه السلام هم در تاریخ آمده پول داده به حاکم عباسی که به این بلنگوات و اینها در سراسر سرزمین اسلامی و اینها برو پخش کن که بعد از پدرم امام هادی به جای برادرم حسن من بشم امام زمان. این بحث امامت و اینها رو بدن دست من. خب بابا این همون فرقه بازیه که در زمان امام سجاد زیدیه به وجود میاد، در زمان امام صادق اسامی که گفتم به وجود میاد، در زمان امام کاظم واقفیه به وجود میاد. خب اینها هم در زمان از بعد از امام جواد علیه السلام دیگه دنبالش بودن که این جانشینی و امامت رو بدزدن، این سلسله رو بتونن بدزدن. همون شخصی که امام حسن عسکری علیه السلام بهشون اون اخبار رو میگن میری وقتی داری برمیگردی این نشانه ها هست، در کتاب شیخ صدوق آمده. میگه رسیدم دیدم جعفر با این رفیق رفقاش وایساده دم در کتاب شیخ صدوق اسامی هم آمده کیا وایساده بودن. با خودم گفتم اگر قرار این نماز بخونه و امامت از طریق این ادامه پیدا کنه، امامت باطل شد. خب عزیزان، دوستان، رفقا، زمانی ما میتونیم به این نتایج برسیم، زمانی میتونیم نگاه محققانه و تحلیلی به این قضایا داشته باشیم که بریم طلب العلم فریضه رو یاد بگیریم. به خدا من نگفتم بریم بشینیم همه کتاب‌ها رو از صفر تا صد رو باز کنیم بخونیم، در مورد عربیش و در مورد قواعدش صحبت کنیم. همین کتاب‌های اصیل و مصادر اولیه‌ای که در همون دوران نوشته شده رو بخونیم. این میشه طلب العلم فریضه. از تو این کتابا درک میکنیم که ائمه و امام زمان در اقل‌ترین مردم زمان خودشون بودن. امام برای هدایت است. ما وقتی خودمون رو هدایت شده میدونیم، نیازی به امام هادی نداریم، نیازی به هدایت نداریم. این تعصبات رو باید کنار بگذاریم، باید حس کنیم که نیاز به هادی داریم، نیاز به هدایت داریم، وگرنه اگر حس کنیم در مسیر هدایتیم، امام هدایت هم نمیخوایم. ما یا فراموش کردیم یا اصلا نشنیدیم که امام راهنماه. حالا از کجا بفهمیم که هدایت شدیم و نیاز به امام نداریم؟
باید برگردیم به نکاتی که اول جلسه گفتم. کسی که نیاز به امام نداشته باشه و این نیاز رو در خودش حس نکنه به چالش کشیده نمیشه. جزء اولین جملاتی که اول این جلسه گفتم، ما باید خودمون رو به چالش بکشیم، اعتقاداتمون رو باید به چالش بکشیم، نه به تنهایی. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. قطعاً با استاد، قطعاً با عالم، قطعاً با کسی که این مطالب رو خونده و همین مطالب رو میاد به من و شما میگه، قطعاً با کتب و مصادر اولیه که در همون دوران، از اون دوران به دست ما رسیده، لااقل چیزیه که به دست ما رسیده. حالا سوال رو دوباره مطرح کنم، از کجا بدونیم که ما هدایت شده ایم و نیاز به امام نداریم؟ ویژگی های افرادی که فکر میکنن هدایت شدن و نیازی به امام ندارن. نمیگن نداریم، ما امکان نداره، آقا ما مخلص امام هم هستیم، ما اصلا شبانه روز داریم التماس خدا میکنیم. شما اگر نیاز به امام حس میکردی، اگر فکر نمیکردی که هدایت شده مطلق هستی، از به چالش کشیده شدن تفکرات و اعتقاداتت ناراحت نمیشدی. به دوستان مذهبی و جلسات و هیئت‌های اطرافمون نگاه کنیم، چه شرایطی دارن؟ وقتی به یک فرد یا یک گروه خاصی یک تعصب خاصی داشته باشن، حالا تو یک سری گروه ها بهشون میگن قطب، به قطبشون تعصب خاصی دارن، حتی شما اجازه نداری بری این مسائل رو شروع کنی بررسی کردن. چرا؟ چون خودشون رو هدایت شده مطلق میدونن. تو این مسیر هم میگن همه هم باید به همین مسیر ببریم. چی میشه؟ این همون چشم بستن است. خب عزیزان، وقتی من تو اون مسیر باشم، من منتظر نیستم. ما چقدر در رابطه با مرتبطین با امام زمان علیه السلام تحقیق کردیم. اگر همونطوری که تو هر زمانی دیدیم اطرافیان امام بودند که برای خودشون گروه و دست و فرقه را انداختند و بعد از شهادت اون امام به امام بعدی معتقد نشدند، شما فکر میکنید علی ابن حمزه بطائنی، شما فکر میکنید افرادی که دوربر امام صادق علیه السلام بودن، به اسماعیلیه گرویدند، به دیباجیه گرویدند، اینها امام رو ندیده بودند؟ اونها همون کسانی هستند که باعث شدن صدای امام به دیگران نرسه. اونها بودن که صدای امام رو گرفتند. علی ابن حمزه بطائنی بود که صدا با امام کاظم علیه السلام در ارتباط نزدیک بود. اون به جایی که بیاد حقایق رو به مردم بگه و بگه بعد از امام کاظم من شنیدم، به خود من گفتن، برای من ثابت شده که امام رضا فرزند ایشون، جانشین ایشون هستن، اون نیومد بگه، نه تنها نگفت، بلکه اومد گفتش خب بیاید ما یه فرقه هم راه انداختیم به اسم واقفیه، ما در خدمت شما هستیم. بریم به زمان پیغمبر، اصلا وارد بحثای ریزتر نشیم، یه راجع به زمانی صحبت کنیم که برای مخاطب بیشتری مورد استفاده باشه. مردم دوران پیغمبر که همه صحابه رو عادل دونستن، با خودشون به این نتیجه رسیدن که ما نیازی به امام نداریم. یه پیامبری بوده، یه صحابه‌ای هم در بیشتر زمانها دور و برشون بودن، با پیغمبر سر یه سفره میشستن، با هم نون خورد میکردن، توی کاسه تیلیت میکردن میخوردن. چقدر پشت پیغمبر اینا نماز خوندن، با هم جنگ میرفتن. پیغمبر تو برخی جنگ‌ها دستور میداد این پرچم دست شما جلو برو، حالا نرفتنشو کاری نداریم، تو تاریخ برید بخونید خیلی جا نرفتن، سرپیچی کردن، ولی پیغمبر حتی پرچم جنگ رو دست اینها میداده. خب این مردم نادان، کسی که طلب علم رو فریضه نمیدونسته، اینها رو نرفته یاد بگیره، با اینکه در زمان خودمون پیغمبر بوده، میدیده فلانی با پیغمبر تو غارم که رفته، اصلا ارتباطشون انقدر قوی بوده که دختر بعضی از این افراد زن پیغمبر میشدن، همسر اون پیغمبر میشدن. خب بعدش این فرد نادان دیگه علم حقیقی رو که نمیدونسته، دنبال امام زمان نرفته. اصلا امام مگه وجود داره؟ همین سوال از خودش میکرد و میگفته خب پیغمبر از دنیا رفتند، ما میریم دنبال خلیفه پیغمبر. کلی گفتم دیگه، این رو میتونید تو تک تک زمان تک تک ائمه دنبال کنید. باز برگردم به دوران امام جواد علیه السلام و ادامه صحبت رو کم کم صحبت رو جمع کنم. اصلا ما در مورد اتفاقات و سختی ها و مشقت های امام هادی و امام عسکری علیه السلام تا حالا تحقیق کردیم؟ چرا از زمان امام جواد به بعد عمر ائمه انقدر کوتاه بوده، عمر امامت انقدر کوتاه بوده؟ انگار زمان زودتر میگذشته تا این برسه به امام
12 و خدا این حجت رو بگیره از این مردم، خدا این حجت رو از زمین و زمان بگیره، بگه لیاقت ندارید، حالا برید تو غیبت، نمیخواید برید یاد بگیرید، برید دنبال کار خودتون. باز یه نکته همش تو ذهنم میاد، به عنوان یک دوست، به عنوان یک برادر کوچکتر، توصیه‌ام میتونه این باشه که ما باید تاریخ اسلام رو از اون طرف تاریخ یاد بگیریم، از ابتدا بریم شروع کنیم به خوندن کتبی که از اون طرف به دست ما رسیده، نه از این طرف تاریخ. مطالعه اوضاع و احوال زمان برای هر کدوم از ائمه رو که پیش بگیریم بیایم تا امام جواد برسیم، تازه میفهمیم که چه اتفاقاتی افتاده. که کتب مصادر اولیه‌ای که شروع به اصطلاح حالا چاپ که نبوده، صنعت چاپ، منظورم از چاپ، شروع به نشر و پخش شده از زمان تقریبا امام عسکری هستش. کتب مثلا حدیثی که به دست ما رسیده، شروع کنیم اونا رو خوندن. به خدا ترجمه شده همش، نه یک بار، توسط افراد مختلف ترجمه شده. خود اصل کتاب هیچ مقرض و معارضی نداره، یعنی هیچ گروه و فرقه و تفکری مخالفش نیست. تفکرات مورد قبول ما دیگه، ما میگیم به اینجا میرسیم که آقا هر کس محب علی ابن ابی طالب هست، امام 12 هم رسیده، رو چش ما جا داره. ولی بین همین ها هم هیچ اختلافی راجع به برخی کتب نیست. الحمدلله بیشتر از یک فرد هم اینها رو ترجمه کرده، بسیار هم روان هستش، داستانوار هم نوشته شده، نه لازم عربی بدانید، استاد هم زیاد هست. بریم مراجعه کنیم، این کتاب ها رو شروع کنیم به خوندن تا حس کنیم که در حیرانی و سرگردانی هستیم، تا اون امام زمانی که باید بشناسیم رو بشناسیم. کدوم پیغمبر رو بشناسیم؟ جمله اول، پیغمبری که حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیهای ایشون بودند رو بهشون ایمان بیاریم. ما هم به امام زمانی ایمان بیاریم که در اون کتاب ها معرفی شده. شرایط سخت دوران امام هادی و امام عسکری رو درک کنیم، بفهمیم امام جواد چرا هی شروع میکنن دارن به اصطلاح کیوردها رو به ما میگن، هی دارن از زمان امام جواد به ما مطالبی رو میگن، هی تو اون کتاب ها این مطالب هی تکرار شده. بعد مقایسه میکنیم با اون چیزی که الان در کتب به ما، در کتب اخیر به ما آموزش داده شده، روی سخنرانی ها و منبرها و فایل های صوتی به ما گفته میشه. میبینیم یک اکثر اینها تو اون کتاب ها نیستش. چرا؟ نکنه همون هایی که اطراف امام ها بوده اند فرق رو راه انداختند، نگذاشتن حرف ائمه به ما برسه، اونها بالاخره یک اصطلاح کوچه بازاری بگم انگولکی تو قضیه کردن. پس اگر یه همچین احتمالی هم بدیم، اگر از به چالش کشیده شدن اعتقاداتمون نترسیم، این سوالها مطرح بشه، میتونیم به این نتیجه برسیم که همونطوری که در زمان اون ائمه هم یک فرقه هایی را افتاد، افرادی بودن که چنین شیطنت هایی کردن، زیدیه، اسماعیلیه، فتحیه، واقفیه، دیباجیه و بسیار زیاد فرق و شیعه رو برید بخونید راه افتاده. از کجا معلوم الان هم یک فرقه جدیدی مثلا حالا اسمش به گوش ما نرسیده، جعفریه، از طریق جعفر کذاب راه افتاده؟ بعد یه دفعه میایم میبینیم آقا کتاب هم در تبرئه جعفر کذاب مینویسه. خب این برای منی که یک نگاه محققانه داشتم جای سوال پیش میاره. امام سجاد گفتن فرزند از فرزندانی میاد اسمش جعفر صادقه، میگن چرا گفتید جعفر صادق؟ میگه چون یکی بعدش میاد جعفر کذابه. حضرت رسول چنین حدیثی ازشون من یک جا خوندم. امام جواد میگن مثال این نوه ما جعفر مثال فرزندان نوحه. بعد یک دفعگی الان با استدلال هایی که میارن که الان جاش نیست، میگن نه نگید جعفر کذاب، بگید جعفر تواب. خب این برای من سوال میشه، اجازه ندارم چنین سوالی بپرسم؟ مثل زمان پیغمبر که یک دفعگی از اون زمان پیغمبر به حضرت امیر منتقل به امام حسن منتقل به امام حسین اون واقع عاشورا پیش میاد، مثل اون جوای باز میگم باطلی که بوده، یک دفعگی میشنویم در تاریخ 6000 دانشجوی دانشگاه امام صادق معجزه‌ای رخ داده بود. شاید الان هم همون معجزه رخ داده، فقط هر چیزی که شنیدیم و بدون تحقیق پذیرفتیم متاسفانه. الان هم نمیگم همه چیز رو بذاریم کنار، مطالب همه دروغ است، کذب است، نه اصلا چنین حرفی نیستش. فقط میگم بریم کتاب ها رو بخونیم. چه کتابی؟ در آخر میخوام اسم 3 کتاب رو بهتون بگم. صحبت رو جمع کنم با یک حدیث.
با یک مطلب مستند و معتبر. آیا ما از مطالبی که جناب حکیم خاتون شاهد تولد امام زمان، همین امروزی که این صحبت ها داره مطرح میشه و شما میشنوید، شاهد این تولد مبارک جناب حکیم خاتون بودن. حکیم خاتون دختر امام جواد علیه السلام، خواهر امام هادی علیه السلام، عمه امام حسن عسکری. در این سحر مبارکی که امروز صحبت ها رو میشنوید، این صحبت ها داره مطرح میشه، جناب حکیم خاتون شاهد این ماجرا بودند، شاهد ماجرای تولد امام زمان بودند. چقدر ما از صحبت های ایشون بعد از شهادت امام عسکری، برگشت ایشون به مدینه و مطالبی که راجع به غیبت و راجع به هدایت ما شیعیان در دوران غیبت گفتند با خبریم. عزیزان، هر چی از قربت امام زمان گفته بشه، نه اون قربتی که ما میشنویم، البته در تنهایی نشستن در بیابانها خیلی تنها هستن، نه اون قربت یعنی این که من منتظر نیستم، نه تنها منتظر نیستم، دلیل غیبت امام زمان منه، بی علمی منه، نادانی منه، که اگر این بی علمی و نادانی رفع بشه، بفهمم در حیرت هستم، بفهمم در سرگردانی هستم، شروع میکنم به التماس و زجه زدن به خدا که خدایا فرج مولای ما امام زمان رو برسون. وقتی میگیم امام زمان در قربت هستند، دیگه این چیزهایی که تو این فایل های صوتی با این آهنگ های زیبایی که روش میذارن به گوش ما میرسه برداشت میکنیم خب یک دانشجویی هستن از اهل تهران، متاسفانه بنده خدا در قربت رفته شیراز داره درس میخونه. آیا این قربت امام زمانه؟ نه، قربت امام زمان به خاطر نادانی منه که خودم رو هدایت شده مطلق میدونم، دنبال امام زمانم نمیرم. وحید یعنی تنها، ترید یعنی طرد شده، مثلا یک فردی رو طرد کردن، دیدید میگن آی تو خانواده فلان شخص طرد شده، امام زمانم. نه، این نیست. صدها ساعت سخنرانی و فایل در مورد اینها درست شده، میگن انواع و اقسام آدم ها میگن، ولی از کدوم یکی از این سخنرانی ها تو این روز عزیز من از شما میپرسن، کدوم یکی از این سخنرانی ها واقعا ما رو به فکر فرو برد که این قربت امام زمان یعنی حیرت و سرگردانی ما؟ این ترید، شرید، فرید، وحید بودن امام زمان یعنی اینکه ما در حیرت و سرگردانی هستیم. معنی اینها رو هیچ وقت نفهمیدیم. ولی در این قسمت من بیام صحبت رو ختم کنم به یک حدیثی از نقل شده از جناب حکیم خاتون که بیشتر این قربت رو بتونیم درک کنیم، بیشتر بفهمیم ما مستأصلیم بدون اینکه خودمان بدانیم این مستأصل بودن و این حیرت و سرگردانی رو درک نکردیم، چون که برای همه چیز جواب داریم. جناب حکیم خاتون بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام در سال 262، یعنی 2 سال بعد از شهادت ایشون، یک مطلب بسیار جالبی رو میگن. در کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق جلد 2 صفحه 507 میتونید ببینید که یک شخصی خدمت جناب حکیم خاتون میرسه و یک سوالی مطرح میکنه. سالش هم همینطور که می‌بینید در خط سوم آمده، در سال 262، 2 سال بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام. یعنی 2 ساله که این امام زمان در غربتن، 2 ساله که این بشریت بدبختی شروع شده، 2 ساله که دیگه خدا این نعمت رو از زمین و زمان گرفته و این بشر به جای اینکه درک کنه این بدبختی رو، این حیران بودن، این سرگردانی رو، اتفاقا داره راه، چه بسا راه فرقی رو میره که عده‌ای تلاش کردن تا درست کنن. از کجا میگه این حرفو؟ همین جعفر کذابی که در صحبت‌ها گفتم،
در زمان شهادت امام هادی پول داد به حاکم ظالم که رو منبرات، به میکروفونات، به بلندگوهات بگو برن تبلیغ کنن من برسم به این مقام، به این جایگاه. کوتاه نیومد. هم مسلکی ها و هم پالکیاش دورش بودن. در زمان امام عسکری علیه السلام هم دوباره همین کار رو ادامه داد. میخواست حتی نماز هم بخونه و اعلام امامت کنه. ولی جناب حکیم خاتون چقدر زیبا میگن. شخصی میره سوال میکنه، از خوندن کل متن و ترجمهش الان خودداری میکنم وقت گرفته نشه. مثل چی رو یاد من میندازه؟ مثل زمان امام صادق علیه السلام که جناب هشام یا جناب مؤمن الطاق سرگردان شدن، نمیدونستن باید امام زمانشون رو بین اون 5 نفر رسیدن به 2 نفر، بین عبدالله افتح و موسی بن جعفر کدام رو انتخاب کنن. تا آخر سر تونستن امام زمان حقیقی رو پیدا کنن. یک شخص نکته سنجی دوباره میاد پیش جناب حکیم خاتون، میپرسه ما باید به کی مراجعه کنیم در این دوران غیبت، در این دوران حیرت و سرگردانی؟ حضرت وصیت میکنن به یک خانومی، الامرأه میگن، برید سراغ اون. میگن که کتب بهی الی امه، میگن برید سراغ مادرش، مراجعه کنید به مادر این امام زمان، از مادرش سوالاتتون رو بپرسید. اون شخصی که میپرسه، ببخشید در متن آمده الی جده، برید سمت مادر بزرگش، برید سمت مادر بزرگ این امام در غیبت. اون شخصی که این رو میپرسه حالت شکی، ریبی به دلش میاد و میگه این چه دینیه؟ وصیت میکنید به یک زن؟ یعنی بعد از امام زمان حضرت حکیم خاتون به زیبایی جواب میدن، میگن که برید اقتدا کنید به حسین ابن علی، به همون کسی که در زمان شهادتش وصیت کرد مردم رو الی اختهی، به سمت خواهرش حضرت زینب بنت علی علیه السلام. فی ظاهر، در ظاهر امام حسین وصیت کردن به خواهرشون، گفتن نائب من بعد از شهادت من ایشونه تا کی؟ تا زمانی که فرزندم علی ابن الحسین از بستر بیماری بلند بشه. ما یخرج عن علی ابن الحسین علیه السلام من علم ینسب الی زینب. همین وصیت رو جناب حکیم خاتون به شخصی که سوال میکنه در سال 262 میگن برید به سمت جده، به سمت مادر بزرگ امام زمان، سوالاتتون رو از ایشون بپرسید. ام ابی محمد. ولی متاسفانه در طول تاریخ من خودم نمیدونم چرا هیچ وقت اینها رو نشنیدیم. شبیه به این از امام جواد علیه السلام به دست ما رسید. از امام جواد در مورد زمان غیبت پرسیدن، گفتن کجا بریم؟ گفتن الی المدینه، گفتن برید به سمت مدینه. جایی که طبق وقتی این 2 تا حدیث رو کنار هم میذاریم، از امام جواد و این حدیث از جناب حکیم خاتون، میبینیم که به چه کسانی وصیت کردن. بگذاریم. نکته مهمی که در این حدیث میخواستم بگم که نشانه غیبت، نشانه قربت، وحید بودن، فرید بودن، شرید بودن و ترید بودن امام زمان ما هستش که ما هیچ وقت از خیلی از صحبت‌ها نمیتونیم درک کنیم. اینه جناب حکیم خاتون میگن ان التاسع من ولد الحسین علیه السلام یقسم میراثه و هو فی الحیات. خیلی این جمله سنگینه، خیلی معنی توشه که 9مین فرزند از فرزندان حسین علیه السلام ارثش تقسیم می شود در حالی که زنده است. یقسم میراثه. و این نشان دهنده این یکی از اون مطالبیه که
ما باید بهش برسیم. غیبت امام زمان یعنی چی؟ وقتی ما میگیم امام زمان وحید است، ترید است، شرید است، ما باید راهی پیدا کنیم با آموزش‌های خود این بزرگواران که ما دلیل این وحید بودن، ترید بودن، شرید بودن و فرید بودن امام زمان نباشیم و این راهش از اونجایی میگذره که ما طلب العلم رو فریضه بدونیم و بریم شروع کنیم به خوندن. تاریخ پیرامون ائمه رو بدونیم، اسامی بزرگواران و بزرگان اون دوران رو بدونیم، عملکرد هر کدوم از اونها رو در زمان امام بدونیم. بعد از شهادت هر کدوم از اون ائمه اون بزرگا چیکار کردن؟ چرا هیچ وقت ما این رو نخواستیم یاد بگیریم؟ چرا هیچ وقت به ما گفته نشد؟ این تلنگر رو به خودمون بزنیم حداقل در این روز نیمه شعبان، حداقل یک بار در عمرمون. آخر از زمانیم بخوایم نخوایم. طبق حدیث نگه داشتن دین در دست مانند نگه داشتن و حفظ دین مانند نگه داشتن آتش کف دسته. تا وقتی که ما نریم مطالعه کنیم ببینیم که چه اتفاقی در زمان هر کدوم از ائمه افتاده، به اون تنها بودن تک تک این ائمه در دوران خودشون نمیرسیم. چرا ما فکر میکنیم داریم ائمه رو تبعیت میکنیم در حالی که نمیکنیم این کار رو؟ چرا ما نمیخوایم دنبال علمش بریم؟ چرا اگر بریم سوال کنیم، چرا اگر بریم مطالعه کنیم بدون عمد، بدون اینکه در ظاهر گفته بشه ولی مقابله میشه؟ ما که هنوز یقین به غیبت پیدا نکردیم، اگر یقین به غیبت پیدا کرده بودیم باید حال ما حال یک آدم زار حیران سرگردان می بود. هیچ کس نمیتونه اینو رد کنه. ما که هنوز به این حالت زار سرگردان حیران نرسیدیم، پس غیبت رو درک نکردیم، پس منتظر نیستیم. پس همون جمله اول وقتی یقین حاصل نکردیم هنوز میتونیم در موردش سوال کنیم و واجبه که بریم در موردش مطالعه کنیم. و باز دوباره تکرار کنم، نکته غم انگیز ماجرا اینجاست، موها داره سفید میشه، مرگا داره نزدیک میشه، ولی دلیل غیبت امام زمان اگر ما باشیم خیلی فاجعه است. خیلی فاجعه است اگر دلیل غیبت امام زمان ما باشیم. در انتها هم تشکر کنم هم عذرخواهی کنم که طولانی شد، ولی واجب بود که همه اینها رو توی یک جلسه بگم و اسم چند سند و مدرک رو هم بگم. این همه گفته شد به کار نمیاد، یک ساعت خورده آدم گوش میکنه و میذاره کنار. چی کار بکنیم؟ کتبی هست تو تاریخ که موافق و مخالف زیاد داره. بررسی کردن بزرگان، علمایی زحمت کشیدن، رجالش رو بررسی کردن، سلسله راویانش رو بررسی کردن، گویندگانش رو بررسی کردن، حتی چند مدتی از دسترس خارج بوده دوباره برگشته در همون دوران ائمه، آیا مورد تایید ائمه بوده یا نبوده رو بررسی کردن. از دوران حضرت رسول که شروع کنیم، کتاب بسیار جالب اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستش، مطالعه کنیم. یک کتابی بخوام بگم داستانواره، ترجمهش موجوده. همین الان من میگم چرا من در دوران نوجوانی فلان کتاب مکاشفات فلان آقا رو که فوت کرده بود و تک تک مراحلش رو خوندم، ایرادی هم نداشت. مطالعه همیشه خوبه، همیشه خوندن خوبه، تحقیق همیشه خوبه، البته به شرطی که باعث گمراهی نشه، منظورم از همیشه اینه. ولی چرا من اون دورانی که جون و حال داشتم، وقت داشتم، یه مدرسه میرفتم میومدم، فکرم آزاد بود، سوشال مدیا نبود، دهه 70 دهه 80 به این صورت، چرا اون موقع این کتاب رو عمیق نخوندم؟ چرا اون موقع یکی این کتاب رو دست من نداد؟ کتاب دوم، کتاب اصول کافی. بله، خود کتاب اصول کافی اول از همه تاریخچه‌اش رو بخوام بگم خیلی مختصر، جناب کلینی رو نوشتن، انسانی هستن که تقریبا مخالفی ندارن در بین فرق شیعه امامیه، هیچ مخالفی ندارن. شخص جناب کلینی میان بغداد میرن، شام میرن، شهرهای مختلف میرن، زاده منطقه کلین در جنوب ری هستند،
در بغداد فوت میکنن. زندگیشون چه زمانی بوده؟ دوران امام عسکری، امام زمان، دوران شروع غیبت امام زمان. کتابی می نویسن به اسم اصول کافی. بله یک مدتی در تاریخ از دسترس خارج میشه و بعد در زمان، اشتباه نکنم، علامه هلی دوباره این کتاب جمع آوری میشه. ببینید ما میگیم هیچ چیزی حق مطلق و کاملا دقیق نیستش. قطعا احادیثی تو این کتاب هست نیاز به توضیح داره، ولی چند درصدش؟ قطعا احادیثی تو این کتاب هست که بله بزرگانی با اون یک مورد خاص مخالفت دارن، میگن طبق تحقیقات ما رجالش ایراد داره، سلسله راویانش ایراد داره، تو فلان قسمت راویانش مثلا یک شخص مجهول هستش، یا مثلا میگن شبیه به این یا کاملتر از این توی کتاب دیگه آمده. چند درصد احادیث 4 جلد اصول کافی اینجوریه؟ چرا ما اینا رو نمیریم بشینیم بخونیم؟ هر جاشو نفهمیدیم بذاریم کنار. طبق گفته ائمه شک بهش، حالا من خودم اینجوری برخورد میکنم، شک نمیکنم، میگم همین که منسوب به ائمه هستش من نمیفهمم، نه به اصطلاح میگم پیش روی خودم اون حدیثی که نمیفهمم و میخوام قرار بدم، نه ردش میکنم، اوکی برام مهم نیست، ولی احادیث دیگه چرا نمیریم بخونیم؟ چقدر در رابطه با باب الحجه، در رابطه با امام تو این کتاب شریف حدیث داریم، چقدر مطالب راجع به بحث غیبت هست. بریم ما بحث دوران غیبت امام زمان رو بخونیم از این کتاب، مقایسه کنیم با اون چیزی که الان یاد گرفتن. چرا خیلی مطالبی که الان مقدس شده تو اون کتاب هیچی نیومده؟ بله جواب اینه که قرار نیست در اون کتاب همه چیز بیاید، این هم درست، ولی هیچ اشاره‌ای نشده. از کی؟ از جناب کلینی که در همون زمان میزیسته ها. عزیزان یکی از روش‌های درست تحقیق اینه که یه تایملاینی برای خودمون درست کنیم، وقتی اسمی رو میشنویم بدونیم لااقل کی بوده. ما الان یک شخصی رو میشنویم مثلا در سال 1100 هجری قمری بودن، 260 غیبت شروع شده، 1000 بوده، 1000 یعنی چقدر؟ 740 سال بعدش اومدن. ولی یه وقتی میایم از جناب کلینی صحبت میکنیم. جناب کلینی چه کسی؟ کسی که در زمان شروع غیبت میزیستند. یعنی چی؟ یعنی تو کجا بودن؟ مثلا میگم من در یک دانشکده فنی مهندسی باشم، هفته به هفته مجلات علمی اون مطلب میرسه دست من، آی تریپلی میرسه دست من، گوگل اسکالر آدما رو چک میکنیم، تکنولوژی جدید چی اومده، فلان کنفرانس کجاست. جناب کلینی تو خود این قضیه بودند، دور نبودند از این قضیه. لذا ما داریم از یه همچین شخصی میشنویم. در ضمن ما حدیث امام رو خود امام هم نمیدونیم ها، اینم در نظر بگیرید. ما حدیث امام رو مساوی خود امام نمیدونیم، ولی لااقل بریم بخونیم. به این بهانه که عربی نمیدانید، به این بهانه که علم دین علم تخصصی است، اجازه ندیم منع بشیم از خوندن این مطالب، یا نه تنها منع بشیم، بیایم مطلبی رو بخونیم که 1000 سال بعد نوشته شده. ما اصل این کتابه رو داریم دیگه، حداقلش میدونیم جناب کلیلی نوشتن، 200 سال بعد در زمان علامه هلی هم دوباره جمع آوری شده. پس کتاب اول شد اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بخونیم، داستانواره، قضایا رو گفته. کتاب دوم اصول کافی از جناب کلینی رحمت الله علیه، و کتاب سوم کتاب راهگشایی بود برای خود من، کتاب الغیبه جناب نعمانی. کتاب با عنوان الغیبه در تاریخ نوشته شده از افراد مختلف. الغیبه جناب نعمانی کی بودن؟ کاتب کتاب اصول کافی بودن، شاگرد جناب کلینی بودن. برای ما من الان باز میگم جناب کلینی بزرگوار، ایشون رو نیومدیم الان اینجا تبلیغ کنیم. تبلیغ ما این بود آقا بفهمیم طلب علم فریضه است. ائمه در اقلیت جامعه خودشون بودن در هر زمانی، امام زمان الان اقلترین مردم زمان خودشون هستن، و بفهمیم که ما باعث این شدیم که امام وحید باشن، ترید باشن، شرید باشن، فرید باشن. تبلیغ ما اینه. ولی لااقل برای رسیدن به این مطالبی که گفته شد باید یک منابعی داشته باشیم. کتاب سوم کتاب الغیبه جناب نعمانی در مقدمه این کتابشون مطالبی میگن که زندگی ها رو میتونه تغییر بده، افکار رو میتونه تغییر بده، دید ما به غیبت رو میتونه تغییر بده. چه اتفاقی داره میفته که شخصی که مثلا 7-8 سالشون که بوده
4-5 سال بوده غیبت امام زمان شروع شده بوده. امام عسکری علیه السلام شهید شده بودند. چی میشه که یک بزرگواری که راحت بگم وردست جناب کلینی میشسته، بهش میگفتن کاتب نعمانی، احادیث کتاب اصول کافی رو جناب کلینی میگفتن، از منابع جمع‌آوری میکردن. خودشون هم که خب نبودن که در زمان ائمه قبلی، میگفتن از فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن، مثلا این حدیث حدثنا، این به دست ما رسیده، نعمان ابن ابی زینب بنویس. ایشون هم مینوشته. کاتب کتاب این اصول کافی جناب نعمانی بودن که خودشون در رابطه با غیبت، مستقیما با موضوع غیبت، مستقیما با وقایع دوران غیبت کتابی می نویسن به اسم الغیبه. گفتم الغیبه های دیگه هست، ولی الغیبه جناب نعمانی. با این 3 کتاب شروع کنیم. اسرار محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اصول کافی، الغیبه نعمانی. بعد میریم سراغ کتب دیگه مثل بصائر، کمال الدین شیخ صدوق که من همینجا نشون دادم تصویرش رو. اینها کتبی هستن که بسیار در زمان خود ائمه بودن. اسرار آل محمد جناب سلیم ابن قیس کسیه که در زمان امام حسن امام حسین زندگی میکرده. خب وقتی همچین کتابی در دسترس من هست باید بخونم. و گفتم اسرار آل محمد موافق و مخالف زیاد داره. زیاد میگم یعنی از هر دو طیف ها، موافق هم داره، مخالف هم داره، بهش نقدهای وارده. ولی بخوانیم، حداقلش اینه که منسوب به همون دوران، به دورانی که حضرت رسول از دنیا میرن، حق حضرت امیر گرفته میشه، منسوب به دوران امام حسن مجتبی، منسوب به دوران امام حسین علیه السلام و امام سجاد رو همین شخص درک کرده. در خاطرم نیست آیا امام باقر رو هم دیدن یا نه، فکر میکنم دیده باشن، ولی چون میدونم در زمان واقعه عاشورا بودن. نه، یکی از نقدها همینه به ایشون که چرا نبودن در اون منطقه. حالا جواب هستش، ولی برید بخونید، ببینید باید همه چیز رو دونست. ما هیچ تعصب خاصی نداریم، ولی بخونیم اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اصول کافی، الغیبه نعمانی، بصائر الدرجات، کتب جناب شیخ صدوق. اینها ترجمه شده. نمیگم بریم عربیش رو بخونیم، باز هی تکرار میکنم، ببخشید. کتاب‌هایی هستش که موجوده، ترجمهش موجوده الان برای ما، روان نوشته شده، داستانوار شروع کنیم به خوندن. ولی چی میشه؟ ما این رو میذاریم کنار. کتابی که مثلا کتابی که 80 سال 100 سال پیش نوشته شده، یه قضیه هم نوشته حدیث از امام مهدی. خب بنده این رو سوال میکنم، این رو من ریشش رو پیدا نکردم، سندش رو پیدا نکردم کجاست. این مکاشفات آقای بوده 80 سال پیش. خب من این رو بخونم یا برم اصول کافی رو بخونم که میدونم مؤلفش، نویسندهش در زمان شروع غیبت امام زمان بودن؟ نگاه تحقیقانه داشته باشیم، نگاه محققانه داشته باشیم، تحقیقی به دینمون نگاه کنیم. اموری که هنوز یقین حاصل نشده میتونیم راجبش شک کنیم، باید بهش شک کنیم، باید بریم راجبش مطالعه کنیم. هی تکرار میکنم، موها داره سفید میشه و مرگ ها نزدیکه. گفتم ببخشید طولانی شد، تقریبا 2 ساعت. اگر از حوصلتون خارج بود 4 تا نیم ساعت این ویدیو رو تماشا کنید. خوشحال میشم که نقدها، پیشنهادات و هر نظری که دارید رو به صورت کامنت زیر این ویدیو بگذارید. توسط مسئولین این کانال انشالله به دست منم میرسه، بلکه بتونیم دلیل غیبت امام زمان نباشیم، بلکه بتونیم دفعه بعدی که التماس میکنیم به خدا، حتی ما که همه حوایجمون اول دنیاییه، اگر آخرین حاجتمون هم التماس از خدا برای ظهور امام زمان بود، با یک معرفت جدیدی این درخواست رو از خدا داشته باشیم. واقعا بدونیم که حیرانیم، سرگردانیم، واقعا بدونیم ما هدایت شده نیستیم، واقعا بدونیم داریم نماز رو میخونیم، واجب برگردن ماست، ولی نماز بی ولای اوست. التماس دعا از همگی. امیدوارم که هرچند کم تونسته باشم این حس خودم، این مطالبی که خودم شاید تونستم مقداری بهش برسم،
و این حس حیران بودن و سرگردانی خودم رو با شما هم در میون بگذارم. در انتها دعای سلامتی حضرت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.